أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. در آیات گذشته ذکر فضیلت بود، فضیلت اهل ایمان مؤمنین که در چه مسیری فضیلت هست. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اما گروهی که همیشه در مقابل حق و اهل حق مشکل ایجاد می کند یهود هست. یهود که دشمن قسم خورده و سوگند خورده مسلمانان هست. درباره یهود الله عزوجل هم بیان فرمود که هیچ غمی هیچ پریشانی نباشد. الله تعالی اونها را خار و زبون کرده و بعد ذکر منافقین یهود آمد که اونها هم هرچی که در راه خدا مال صرف کنند، اولاد خودشون را اولاد داشته باشند، مال و اولادشان نمی تواند اونها را از عذاب آتش، از عذاب خداوند نجات بده، به دلیل اینکه اینها ایمان ندارند. در پایان درس دیروز عرض کردم که بسیاری هستند از گروه‌های مختلف که نسبت به خدای تعالی ایمان ندارند، دین ندارند، یا ایمانی دارند ایمانی که به درد خودشون میخوره، اما اینها احیانا کار میکنند، انفاق میکنند، برای انسانها زحمت میکشند، شاید نتیجه زحمات خودشون را و تلاشهای خودشون را در دنیا ببینند، اما در آخرت برای اونها هیچ امیدی و هیچ خیری وجود نداره. خدای تعالی در این آیاتی که تلاوت گردید مثال بیان می فرماید برای انفاق اونها که انفاق اونها چگونه بیفایده هست. چرا؟ چون این انفاقی هست که ایمان درش نیست، اعتقاد نیست، انگیزه الهی نیست. گاهی یک سری احساساتی هست، احساسات انسان دوستی، احساسات بشر دوستی و عاطفی، بر اساس اون عاطفه انسان تحریک میشه، انسان احساساتی میشه. خب این فطرت را الله عزوجل در هر انسانی گذاشته که انسان متأثر میشه، تحریک میشه، کمک میکنه. این کمک مثل کمک هایی که امروز یهودی ها، مسیحیان، بهاییان، بقیه ادیان در دنیا نسبت به انسان ها دارند، الله عزوجل می فرماید این کمک هایشون، این احساساتشون
برای اونها در آخرت سودی ندارد. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، خداوند میفرماید مثال اون چی که اینها خرج میکنن در این زندگی دنیا، کمثل ریح فیها صر، مثل اون بادی هست و طوفانی هست که در اون باد سرمای شدید باشه. صر یعنی برد شدید. در اون باد و در اون طوفان سرمای شدید باشه، یخبندان باشه. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، این باد کجا میرسد و کجا را از بین میبرد، کجا را خراب میکند؟ میرسد به کشت قومی و کشاورزی قومی که بر خود ظلم کردند. ظلموا انفسهم به دلیل کفر و شرک. خب حالا انفاق این منافقین و اعمال این منافقین مثل همون کشتزار هست، یا اعمال این غیر مسلمانان یهود و نصارا مثل همون کشتزار هست که گویا برای خودش کشتی جمع می کند، زراعت می کند، کشاورزی می کند، شاید از اون ظاهرش لذت ببرد. این همون لذتی است که در دنیا می برد. شاید از ظاهر اون کشتزارش لذت ببرد، اما عاقبتا این بادی که سرما در خود دارد می آید و تمام این کشت را خراب می کند. پس ایمان که اینها ندارند، کفر در درون اینهاست، انکار رسول الله در درون اینهاست، این مثل همون طوفان تمام نیکی های اونها را از بین میبره. فاهلکت، یعنی این باد میاید و تمام این کشت را خراب میکند. حالا ظلم نیست، این بیچاره ها میلیون ها دلار مصرف کردند، به فقرا دادند، به انسان ها دادند، از گرسنگی نجاتشون دادند. الله میفرماید و ما ظلمهم الله، خداوند بر آنها ظلم نکرد، ولکن انفسهم یظلمون، اما آنها بر خودشان ظلم کردند، نفسشان ظلم کرد، خودشون ظلم کردند که از ایمان خالیند، از ایمان بدورند، کفر در درونشان هست. این کفر تمام خرابی ها و ویرانی های ظاهر و باطن را درست می کنند. بنابراین اینکه ایمان ندارند ارزشی هم ندارند. حالا برای شما مسلمانان هم باید اینها ارزشی داشته نباشند. توجه بفرمایید، دستور مهمی بعد از این صادر میشه. اون دستور اینه که ای مؤمنان، شما این افراد را به عنوان رازدان، به عنوان دوستان خصوصی، به عنوان دوستان صمیمی برای خودتون انتخاب نکنید. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، لا تتخذوا بطانة من دونکم، شما انتخاب نکنید، اتخاذ نکنید دوست قلبی به غیر از خودتون اینها را. بطانه اصل میگن آستر را، لباسی که در درون خودش چی داشته باشه؟ آستر، اون دیگه با بدن چی هست؟ متصل و چسبیده. منظور از بطانه اون دوستی را میگویند، اون رفیق صمیمی را میگن که انسان اسرار خودش را به او میگوید و در مسائل مخفی و خصوصی با او مشوره میکند. رازدان، مشاور خصوصی، همراه خاص. لذا خداوند عزوجل میفرماید اگر شما گاهی با کفار به خاطر مصلحت‌های ارتباط دارید، رابطه دارید، دوستی دارید، ولی دوستیتون صمیمی نباشه، صمیمیت در میان شما نباشد. چرا؟ چون اگر صمیمیت باشد و اینها از اسرار درونی شما باخبر باشند، از مسائل خانوادگی شما اطلاع داشته باشند، از مسائل خاص شما مطلع باشند، لا یعلونکم خبالا، کوتاهی نمی کنند در شما فساد را، یعنی تا جایی که بتوانند به شما ضربه میزنند.
بنابراین این نکته مهم هست که مسلمانان نمی توانند کفار را به عنوان مشاور خاص قرار بدهند، یا مسلمانانی که صاحب کار هستند نمی توانند غیر دین را، کفار را به عنوان کارمندهای خاص خودشون قرار بدن. در یه روایتی دیدم که در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به سیدنا عمر پیشنهاد دادند که ای امیر المؤمنین فلان مسیحی، یک جوان مسیحی را نام بردند که کاتب خوبی هست، نویسنده و فرد باسواد خوبی هست، سوادش در سطح بالایی هست، ایشون را شما به عنوان کاتب، به عنوان منشی استخدام کنید. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه فرمود من اگر ایشون را به عنوان کاتب استخدام کنم، در این هنگام من ایشون را بطانه گرفتم، یعنی مشاور خاص که از اسرار باخبر باشد. منظور اینه که مشمول این آیه میشم که لا تتخذوا بطانة من دونکم. پس مسلمانان که صاحب منصبند، صاحب کار هستند، اغیار را به عنوان افراد خصوصی که از درون انسان ها با خبر باشند، از حساب و کتاب، از نحوه فعالیت، نباید این افراد را در چنین کارهایی بگمارند، چون اینها رازدان نیستند، اینها امین نیستند. بالخصوص یهود را، نصارا را، کسانی که دشمن دین ما هستند، کسانی که دشمن دین ما باشند دشمن دنیای ما هم هستند. رفاقت ها گاهی هست، ولی به وقت و به فرصت خوب اونها ضربه خودشون را میزنند. بسیاری از مردم ما در تجربه کاریشون خودشون میدونند ضربه های مهلکی که خوردند از همین اغیار خوردند، از بیگانگان خوردند، کسانی که خیرخواه نیستند، بظاهر یک مدتی دوست بودن ولی بعدا اسرار را رفتن به جاهای دیگه گفتند. بنابراین توصیه های الله، دستورات الله پر از حکمت است. الله می فرماید لا تتخذوا بطانة من دونکم، شما نگیرید این کفار را، این یهودی ها را، منافقین را دوست صمیمی یا مشاور خاص بغیر از خودتون. خود مسلمان کم نیستند که کارشناس و کاردان باشند. چرا؟ لا یعلونکم خبالا، اونها در شما کوتاهی نمی کنند از نظر فساد، کارهای شما را خراب می کنند. ودوا ما عنتم، الله می فرما آنها دوست دارند ما عنتم، ما مصدریه هست، عنتم به معنی مشقت و رنج زیاد، یعنی اونها دوست دارند شما زیاد تو رنج واقع بشید، مشقت واقع بشید. ای ودوا عنتکم، مشقت زیاد شما را دوست دارند. و گاهی شما میبینید یک سری بغض و کینه های از زبانشون صادر میشه، اون چی که در دل دارن خیلی بیشتر. قد بدت البغضاء من افواههم، همانا بغض و کینه از زبانشان به شتم و طعن، گاهی سب و شتم میکنن، خارج میشه. و ما تخفی صدورهم اکبر، اما آنچه که سینه های اونها، دل های اونها مخفی میکند از غیظ، از بغض، از عداوت، اون اکبر، اون خیلی بزرگتر است، خیلی بیشتر است. لذا شما با اینها صمیمی نباشید، اینها را دوست خودتون ندانید. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون، ما آیات را برای شما واضح بیان کردیم اگر شما عقل داشته باشید. منظور اینه که عقل و خرد هر انسانی ایجاب می کند که با دشمنان خدا و رسول خدا موالات و صمیمیت داشته نباشد. کسانی که دشمن دین ما هستند، دشمن پیامبر ما هستند، دشمن آیین ما هستند، اگر عقلی هست، اگر خردی هست،
به ظاهر اونها فریب نخورید، با اونها دوستی قلبی برقرار نکنید، چنان صمیمیتی که تمام اسرار خودتون را جلوی اونها بذارید. بعضی ها متاسفانه اسرار خانوادگی را حتی جلوی اونها میگذارن، اینقدر اعتماد، اینقدر ساده هستند. الله میفرماید ما واقعیت را برای شما گفتیم، حالا عقل شما تقاضا میکند که از موالات اینها، از دوستی صمیمی با اینها فاصله بگیرید. ها انتم اولائی تحبونهم ولا یحبونکم. حالا علت دیگر الله تذکر میده، تنبیه میفرماید، آگاه باشید، با خبر، شما اینها، ها انتم اولائی، شما این موجودین، تحبونهم، اونها را دوست دارید، شما صادق هستید، صادق هستید، ولا یحبونکم، اما اونها شما را دوست ندارند. ظاهر و باطن، ظاهرا نه باطنا. و تؤمنون بالکتاب کله، شما مسلمانان مذهبتون طوری است که شما به همه کتاب ها ایمان دارید، کتاب تورات، کتاب انجیل، کتاب های آسمانی دیگه هستند. چون که شما به این کتاب ها ایمان دارید، به پیامبرانشون ایمان دارید، خب شما اینها را پیروان اونها میدونید، اما اونها به شما نه، اونها شما را دشمن خود میدانند. و اذا لقوکم قالوا آمنا، بالخصوص منافقینشان، هرگاه شما را ملاقات میکنند میگویند ما ایمان داریم، اما و اذا خلو، هرگاه تنها میشوند، خلوت میکنند، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، گاز میگیرن بر شما انگشت های دستشون را، از بس که غیظ دارند، از بس که عصبانی هستن بر علیشون. یعنی ظاهرشون یک چیزیه، پشت سر دست گاز میگیرند. این دست گاز گرفتن میدونید کنایه از عصبانیت شدید است. الله تعالی به پیامبرش میگه اینها که اینقدر در درون خودشون غیظ دارند، عصبانی هستند. ببینید امروز صفات منافقین را کیا دارند؟ به ظاهر خیلی اهل تعارف، خیلی اهل تکلف، اما پشت سر هرچی به زبانشون میاد، به دهانشون میاد میگند. الله میفرماید قل موتوا بغیظکم، به آنها بگو بمیرید با این غیظی که شما دارید، با این عصبانیت و خشمی که شما بر علیه مسلمانان دارید. ان الله علیم بذات الصدور، خداوند علیم و دانا هست به اسرار دلها. خدا میدونه دلهای اونها چه غیظی هست، چه بغضی هست، چه کینه‌ای هست. و به اندازه غیظ دارن که ان تمسسکم حسنة تسؤهم، اگر به شما خیری برسد، منظور از حسنه خیر هست، مثلا فتحی، غنیمتی، فایدهی، پستی، مقامی، ارزشی، تسؤهم، اونها را ناگوار میشه، اونها از این ناراحت میشند، برای اونها باعث ناگواری میشه. اما و این تصبکم سیئة، اگر به شما سیئه، بدی، شری برسد، آفتی، مصیبتی برسد، یفرحوا بها، به این خوشحال میشند. یعنی این اوج دشمنیشون هست. شما ساده اید، شما باورشون دارید، شما به ظاهر و چرب زبانیشون فریب میخورید، اما اونها نه. اونها طوری هستند که اگر مصیبتی برای شما میاد، اونها شاد میشند، اونها خوشحال میشند، همدیگر را تبریک میگن که این همه نفر از اینها کشته شد. این اتفاق شدید و ناگوار برای اینها پیش آمد. لذا الله تعالی میفرماید شما اگر میخواهید موفق بشید، یکی اینکه با اونها نسبت به دوستی با اونها صبر کنید، دوستی داشته نباشید، تحمل کنید، و دیگه اینکه تقوا را پیشه بگید، از خدا بترسید. اگر این دو چیز باشه، و این تصبروا و تتقوا، تصبروا اشاره به استقلال است، یعنی به اونها تکیه ندهید، مستقل باشید.
بدون اونها کارهای خودتون را انجام بدید. استقلال خودتون را حفظ کنید. هر کاری داری با هم، شما مسلمانان با هم دیگه معاون و معین هم دیگه باشید. و تتقوا، از خدا اگر بترسید، تقوا در زندگی شما باشد، لا یضرکم کیدهم شیئا، به شما ضرر نمیده کید اونها، توطئه اونها، هیچ چیزی. این توطئه و مکر اونها هیچ آسیبی به شما نمیرساند. ان الله بما یعملون محیط. همانا الله عزوجل به تمام اعمال شما احاطه کننده است. خدا می‌بیند و می‌داند که شما چه اعمالی را انجام می‌دهید. خب الله عزوجل در رابطه با یهود و همچنین ایادی یهود که منافقین هستند، درباره دوستی اونها برحذر داشتند و همچنین اعمال اونها را فرمودند که اعمال اینها هیچ سودی برای اونها ندارد، هرچی که صاحب اعمال و صاحب انفاق باشند، چون ایمان ندارند. و اذ غدوت من اهلک، از اینجا داستان و قصه احد شروع میشه. ربط این آیات را با گذشته من در درس دیروز خدمت شما عرض کردم که در این سوره بسیاری از شبهات هست. اون شبهات پاسخ داده میشن. بعضی از شبهات درباره توحید بودند از سوی مسیحیان نجران و بعضی از شبهات درباره رسالت بودند. شما دیروز بعضی از شبهات را درباره رسالت خواندید که چرا اگر این پیغمبر خداست چرا گوشت شتر مصرف می کند، مثل بقیه حرام نمی داند. جوابش خواندیم. اگر پیغمبر خداست چرا به سوی قبله بقیه پیغمبران نماز نمی خواند؟ اون هم جوابش را دیروز خواندیم که این قبله که این دارد این اولین قبله هست، قدمتش از همه بیشتر است. و امروز این اشکال دیگر را می خوانیم که اگر پیغمبر خداست باید همیشه نصرت و یاری خدا با او باشد. چرا در جنگ احد شکست خوردند؟ چرا ضربه خوردند؟ الله عزوجل از اینجا به بعد اون جریان را بیان می فرماید. ببینید نکته ها و حکمت ها را می خوانیم، اما همین ابتدا الله تعالی می فرماید که خدا نصرت خودش را فرمود، همونطوری که در بدر شما را نصرت کرد. شرایط بدر از شرایط احد سخت‌تر بود. اگر نصرت خدا نبود اونجا کمک نمی کرد. اونجا مسلمانان بسیار بی بضاعت بودند، بسیار در اقلیت بودند. اولین جنگ بود، بسیار ضعیف بودند و کفار تمام سرانشون بودند اونجا. حالا در احد بعضی نبودن، همون نبودن که بهترین هایشون تو بدر کشته شدند. ولی اونجا خدا چطور یاری کرد؟ گفتن کفار 1000 نفر، خدا فرمود 1000 تا فرشته میفرستم، بعدا فرمود 3000 تا، بعدا فرمود 5000 تا، چون هی از سوی کفار شایعات می آمد. پس در بدر چطور خدا نصرت؟ در احد هم نصرت کرد. اما بعدا اشتباه خودتون بود، اشتباه مسلمانان بود. هر کسی که اشتباه بکند بالاخره نتیجه اشتباهش را میبیند. این نتیجه عمل کرد و اشتباه خودتون بود. لذا این نیست که خدا نصرت نکرد، خدا یاری کرد. در همون حمله اول کفار شکست خوردن، فرار کردند، کشته شدند و فرار کردند. پس این نتیجه عمل کرد و خودش صحابه، خود مجاهدین و اختلافی که بین خودشون پیش آمد. همیشه اختلاف ضربه میزند. و بعد یک سری حکمت های دیگری هم هست که اینها را ما میخوانیم. لذا الله تعالی از اینجا میفرماید و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین. خلاصه جریان احد را اول خدمت شما عرض میکنم و بعد آیات را ترجمه.
انشاءالله. خلاصش اینه که مشرکین بعد از اینکه در سال دوم در بدر شکست خوردند، سال دوم هجری ماه رمضان بود، 17 رمضان فتح بدر هست. در روز 17 رمضان الله عزوجل موفقیت بزرگی به بندگان خودش، به صحابه و سپاه رسول الله صلی الله علیه وسلم عنایت فرمودند. ضربه بسیار مهلکی برای مشرکین بود. مشرکین 1 سال تمام آمادگی کردند. سال 3 هجری اونها گفتن ما انتقام میگیریم. سال 3 هجری بعد از رمضان یعنی شوال اونها آمدند به سمت مدینه. تقریبا جنگ 7 شوال بود. 1 سال بعد، 1 سال و 20 روز بعد اینا که آمدند، رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره کردن با صحابه چه کار بکنیم. نظر خود آن حضرت صلی الله علیه وسلم و بسیاری از صحابه، بزرگان صحابه و حتی بعضی از منافقین مثل عبدالله ابن ابی و غیرهم این بود که در مدینه بمانیم و اینجا از خودمون دفاع بکنیم. اما بعضی از جوانان بسیار احساساتی بودند و خیلی ها بودند که در بدر شرکت نکرده بودند. عشق شهادت و شوق شهادت اونها رو گرفته بود. گفتن نه، این ضعف ما تو خونه مون بشینی بگن ترسیدن هیچ خارج نشدن، بریم بیرون، از شهر بیرون بریم جلوتر که اونها میان با اونها مبارزه بکنیم. اما چون اینها اکثریت بودند و خیلی احساساتی، آن حضرت صلی الله علیه وسلم به مشوره اینها عمل کردند، به احساسات اینها ارزش نهادند و دلشون را نشکستند. زیاد هم بودند. آن حضرت فیصله کردند پس میریم، از مدینه خارج میشیم. وقتی که از مدینه میخواستن خارج بشن، آن حضرت لباس جنگی پوشیده بودند. جمعیت مسلمانان 1000 نفر بود و 100 تا لباس جنگی داشتن، 100 تا زره داشتن. یکی آن حضرت صلی الله علیه وسلم پوشیده بود. آن حضرت وقتی که خارج شدند، بعضی از جوانان احساس کردند که ما تند رفتیم، به اندازه تند و احساسی برخورد کردیم که حتی رسول مکرم صلی الله علیه وسلم مشوره شخصی خودش را و نظر شخصی خودش را عمل نکرد و ما غالب شدیم. شاید این کار اشتباهی بود که حتی بر رسول الله غالب شدیم، نظر شخصیشون اعمال نشد. لذا قبل از اینکه خارج بشند لباس پوشیده بودن. رسول الله فاصله گرفته گفتن یا رسول الله ما آماده هستیم که بمانیم تو مدینه، نرویم، به مشوره شما عمل بشه. اونها گفتن حتما خیر در مشوره آن حضرت صلی الله علیه وسلم است. ولی آن حضرت فرمود پیغمبری که لباس زرهی پوشیده و میره بیرون، اگر هیچ که نیاد تنها هم میره، دیگه من بر نمیگردم، الان ما داریم میریم. اونا گفتن خوبه، همه رفتند. مشرکین اون طرف کوه احد آمده بودند و خیمه انداخته بودند و آمادگی داشته میکردند و سفارایی میکردند. مسلمانان به طرف احد میرفتند از سوی مدینه. نزدیک احد عرض کردم 1000 نفر بودند، جمعیت اونها 3000 نفر بود. نزدیک احد که رسیدند، عبدالله ابن ابی رئیس منافقان او گفت که این جنگی که اصلا نظر ما، مشوره ما اهمیتی نداره، ارزشی ندارد، ما برمیگردیم. از اونجا برگشت. 300 نفر باش برگشتند که اکثر منافقین بودند، بعضی از ضعیف الایمان ها هم بودند و این مسئله مقداری روحیه ها را ضعیف کرد. 1/3 جمعیت کم شد. عدد زیادی هست، جمعیت زیادی هست. و بعضی از مسلمانان جنگجو مثل بنو سلمه و بنو حارثه که اینها 2 گروه بودند، از اوس و خزرج بودند. اینها بسیار دلیر و با شهامت بودند.
اینها وقتی که این صحنه را دیدن اینها هم ضعیف شدن. اینها هم در میمنه و میسره لشکر بودن. رسول الله صلی الله علیه وسلم جاها را تعیین کرده بودی که قسمت راستی که قسمت چپ از دو طرف از لشکر حفاظت میکردند. اینها هم سست شدند، اینها هم میخواستند برگردند، ولی چون مسلمان صادق بودند خداوند تقویتشون کرد، توفیقی برای برگشتن نشد. از طرف یک کوهی بود که الان جبل الرمات بهش میگند، کوه تیراندازان. آن حضرت صلی الله علیه وسلم یکی از صحابه شجاع به نام عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه را امارت داد. اونجا 50 نفر از تک تیراندازها یا تیراندازها را به ایشون سپرد که شما اینجا روی این کوه بشینید که دشمن احتمال داره از پشت حمله بکنه. پایین رودخانه ای هست، از رودخانه بیاد از پشت به ما حمله کنه. اگر از جلو دشمن هست از پشت هم دیگه ما محاصره میشیم، شکست میخوریم. شما اینجا باشید، ما چه پیروز شدیم چه نشدیم، چه موفق شدیم چه نشدیم، در هر حال شما اینجا را ترک نکنید. اینها اونجا آماده باش بودند، 50 نفر بودند، همه سنگر گرفته بودند و وقتی که در میدان آمدند جنگ شروع شد، معرکه شروع شد. اولین حمله را که مسلمانان کردند و اولین الله اکبر را گفتند، چنان رعبی و وحشتی در دل دشمن قرار گرفت که دشمن همون ابتدا تلفات داد و پا به فرار گذاشت و آن حضرت صلی الله علیه وسلم تعقیب کردند. وقتی که اونها فرار کردند و دور شدند دیگه غنایمشون ماند، اسبها ماند، شترها ماند، وسایل ماند، خوراکی ها ماند. صحابه داشتن جمع می کردند. آن حضرت دستور داد غنایم را جمع بکنید. داشتن جمع می کردند که این گروهی که روی کوه بود گفت جنگ تمام شد و شاد شدند، خوشحال شدند. گفتم بریم غنایم را ما هم سهمی داشته باشیم. شاید اونا فکرشون این بود که هر که غنیمت جمع میکنه مال او هست، ما هم بریم سهمی داشته باشیم، ما هم بریم شرکت بکنیم. اما امیرشون گفت نه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرموده چه پیروز شدیم چه شکست خوردیم، شما اینجا بمانید، ما اینجا هستیم. ولی اونا گفتن دیگه منظور پیغمبر این بوده، اونا یک اجتهاد کردن، اجتهادشون بر خطا و غلط بود. تا زمانی که جنگ اصلا جنگ نیست دیگه. لذا اینها غالب شدن، اکثریت بودن، 40 نفر آمدن پایین، 10 نفر اونجا به حرف امیر گوش کردند، عمل کردند، بقیه آمدند. اینها وقتی که آمدند و مشغول شدند، دشمن همونطور که آن حضرت احتمال میداد از پشت آمد. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه اون زمان مسلمان نشده بود، در سپاه کفر بود، با لشکری تقریبا 250 نفری از اون طرف حمله کرد. اونها وقتی که آمدن مسلمانان تو سنگر بودن، مسلمانان مبارزه کردن ولی کم بودن، 10 نفر بودند. اونها غالب بودن، مسلمانان را شهید کردن، هر 10 نفر شهید شدند. اینها که شهید شدند از این طرف حمله شد و از اون طرف کفار دوباره برگشتند. از دو طرف حمله شد، همونطور که پیش بینی میکردن مسلمانان در وسط ماندند و بالاخره مسلمانان مبارزه کردند، جنگیدند، اما کفار محاصره کرده بودند و بعد جوری مسلمانان را زدند. تعداد زیادی از مسلمانان شهید شد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم به طرف کوه رفتن، به طرف احد رفتن، میخواستن یه جایی بالاخره جمع بشن و یه حمله دیگری بکنند. یکی از کفار سنگ بزرگی زد به سر آن حضرت صلی الله علیه وسلم. کلاه آهنین بود به سر مبارک، اما این کلاه دندانهاش در سر مبارک رفت، سر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شکست، خون شد، هم دندانهایش شکست. و وقتی که این سنگ به سر آن حضرت خورد، آن حضرت به زمین افتاد. شیطان این وقت سوء استفاده کرد و فریاد برآورد که ان محمدا قد قتل، محمد کشته شد.
اینه که گفته شد مسلمانان ضعیف شدند، مسلمانان همت خودشون را از دست دادند و پا به فرار گذاشتند. بسیاری گفتند دیگه با مذاکره بکنیم، با خودشون تسلیم بشیم. هر یکی یه چیزی میگفت و تعداد بسیار کمی کنار آن حضرت بودند، چند نفری بودند از آن حضرت حمایت کردند تا اینکه آن حضرت به جای خودشون را رساندند، مسلمانان را صدا زدند. مسلمانان آمدند و بار دیگر حمله کردند. این حمله دوم وقتی که مسلمانان متوجه شدند که رسول الله حیات دارد، تقویت شدند. در این حمله دوم کفار ضربه خوردند، عقب نشینی کردند و فرار کردند، رفتند. لذا این خلاصه ای هست که در اون میدان اتفاق افتاد. الله عزوجل این را ذکر می فرماید و به تصویر می کشد. الله می فرماید و اذ غدوت، غدا سر صبح را می گویند. زمانی که صبح کردی شما من اهل که از اهلت، این اهل منظور ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها است که از خانه عایشه خارج شد. تبوئ المؤمنین، جای میدادی مؤمنین را مقاعد للقتال، جاهای نشستن برای جنگ، یعنی سنگرها را برایشون تعیین میکردی. والله سمیع علیم، الله عزوجل تمام سخنها را میشنید و از احوال با خبر بود. اذ همت طائفتان، زمانی که قصد کرد دو گروه از شما ان تفشلا، این که فشل بشن، سست بشن. این دو گروه بنو سلمه از خزرج بود و بنو حارثه از قبیله اوس که با تحریک منافقین اینها هم ضعیف شدن. ولی والله ولیهما، خداوند حامیشان بود، خداوند اونها را حمایت کرد. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این دستور الهی است. تنها راه کامیابی در توکل است. فقط و فقط باید بر خدا توکل بکنن مؤمنان. ببین توکل یعنی چی؟ توکل یعنی این که از اسبابی که خدای عزوجل برای ما فراهم نموده، از اون اسباب ما استفاده بکنیم، بهره بگیریم، ولی نظر ما به اسباب نباشه. مثلا در جنگ عرض می کنم، هرچی که اسلحه خوب هست، اسلحه پیشرفته هست، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اینا را برای خودمون خریداری بکنیم و بهترین تسلیحات مدرن را داشته باشیم، اما اعتمادمان به اینها نباشد، اعتماد به پروردگار باش. بعضی معنی توکل را نمیفهمند، فکر میکنن توکل اینه که از اسباب استفاده نکنیم. این خلاف سنت رسول الله است، این ترک سنت است. علامه قرطبی روی همین آیه نوشته از قول سهل رضی الله تعالی عنه که صحابی هست، قال سهل من قال ان التوکل یکون بترک السبب. کسی فکر میکنه توکل یعنی اینکه اسباب را ما ترک بکنیم، اسلحه داشته نباشیم، مادیات داشته نباشیم، امکانات داشته نباشیم. فقط طعن فی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، این فرد در سنت رسول الله ضربه زده. سنت رسول الله این نیست. سنت رسول الله اینه که هر چی که در توانمون هست آماده کنیم، تلاش بکنیم، ولی بعداً اتکاء به رب الاسباب باشه، به خود اسباب نباشه. لذا الله می فرماید و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط و فقط بر الله باید توکل کنند مؤمنان. حال الله تعالی در ادامه می فرماید جریان را، این هنوز جریان تقریبا تا نزدیک به آخر سوره ادامه دارد، اما در وسط جمله معترضه که خداوند می فرماید بحث نصرت اگر باشد، در بدر شما را خدا نصرت کرد. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. کفار می گفتن که اگر شما واقعا بر حق هستید، شما چرا، همین مسیحیان نجران می گفتن، چرا در احد شکست خوردید؟ از اینجا گویا جوابشون هست. خلاصه این جواب من خدمت شما عرض بکنم که پیروز بودن در جنگ این معیار حق بودن نیست. معیار حق بودن پیروز بودن نیست. اگر معیار حق پیروز بودن هست،
خب دیروز در بدر ما پیروز شدیم، چرا شما از احد بر بطلان ما استدلال میگیرید، از بدر بر حقانیت ما استدلال نمیگیرید؟ در جنگ نصرت خدا بدون شک هست، ولی موفقیت در جنگ بنابر عللی هست. الله عزوجل بندگان خودش را نصرت میکند به شرطی که بندگان در وظایف خودشان کوتاهی نکنند. من جمله اون وظایف اینه که هیچ وقت با هم اختلاف نکنند. اختلاف شد شکست میاد. پس معیار حق شکست خوردن یا پیروز شدن نیست. ولقد نصرکم الله ببدر، همانا الله شما را یاری کرد در بدر، و انتم اذله، اذله یعنی قلیله، در حالی که شما اندک بودید. اینجا خوب زیاد بودید، اونجا اندک بودید، امکانات شما هم اندک بود. فاتقوا الله لعلكم تشکرون، پس از خدا بترسید تا که بندگان سپاسگزار و شاکری باشید. حال در بدر خدا چطور شما را یاری کرد؟ اذ تقولوا، این متعلق نصرکم هست. نصرکم اذ تقولوا، اذ تقولوا للمؤمنین، زمانی که می گفتی شما ای پیامبر من به مؤمنین می گفتی الان یکفیکم ان یمدکم، آیا شما را کفایت نمی کند اینکه امداد کند، شما را یاری کند، ربکم رب شما، بثلاثه آلاف، به 3000 من الملائکت، از ملائکه که منزلین یعنی فرود آورده می شوند. ابتدا 1000، بعدا 3000، بعدا 5000. اول گفتند که جمعیت کفار 1000 نفر، خداوند فرمود من 1000 فرشته می فرستم. بعدا گفتند که شاید نیروی کمکی برایشون بیاد. یکی از مشرکان به نام کرز بود، سرداری بود، گفتن او لشکری میفرستد 2000 نفری، فرمودن که 3000 نفر پس شما را کفایت میکند. باز گفتن شاید 5000 نفر بشن، گفتن 5000 نفر. منظور هر چی که از اون طرف شایعات بود از این طرف به همون مقدار فرشته وعده داده میشد. اما 1000 تا فرشته آمدن. بلا یعنی یکفیکم، شما را کفایت میکند. ان تصبروا و تتقوا، اگر شما صبر کنید، استقامت کنید و تقوا را پیش بگیرید. ان تصبروا و تتقوا، اونجا هم بود ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. این دو چیز، استقامت و تقوا، واقعا راهگشا هست، فرج میاره، مشکلات را حل میکنه. بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر صبر کنید و تقوا را پیش بگیرید، و یأتوکم من فورهم، اونها فورا بیایند، یعنی اونها من فورهم هذا، بعد از اونها زود بیایند سپای اونها. یمددکم ربکم بخمسة آلاف، ایاری میکند رب شما را با 5000 از ملائکه که مصومین یعنی نشانی شده هستند. چطور نشانی شده؟ بسیاری میگن مصومین یعنی اونها لباس جنگی دارند، لباس فرم دارند. ملائکه معمولی نیستند، ملائکه جنگی هستند با لباس فرم، علامت جنگی بودن دارند. اما مگر خدای عزوجل نیاز به عدد دارد؟ اول 1000 تا، بعدا 3000 تا، بعدا 5000 تا؟ نه، خدای عزوجل هیچ نیازی به عدد ندارد. خداوند بدون یک فرشته هم قادر هست دشمنان خودش را هلاک بکنه، نابود بکنه، آفتی در لشکرشون بندازه که یکی زنده نماند. اما اینها برای تقویت شماست. و ما جعله الله الا بشرا لكم، این تعداد را، این اضافه شدن ملائکه را خداوند قرار نداد مگر مجدی برای شما، ولتطمئن قلوبکم به، تا که دلهای شما به وسیله این اطمینان بیابد، آرامش بیابد. و الا
نصرت اصلی همونی که خدا میکنه. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. نیست نصرت مگر از جانب الله، اللهی که غالب و با حکمت است. حالا در میان علما اختلاف است که آیا فرشتگان که در بدر آمدند جنگیدند هم یا نه. بعضی میگن جنگیدند، چون بعضی از صحابه میگن ما آثار را دیدیم، اما بعضی میگن نه، همینطور که قرآن گفته فقط برای تقویت آمدند. خود صحابه تو میدان بودند، خود صحابه دشمن را شکست دادند. خب خداوند یاری میفرماید و نصرت از جانب خداست. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکه از بین ببرد بخشی از کفار را، هلاک بکنه. یقطع یهلک، او یکبتهم، یا اونها را الله تعالی رسوا بکند، سرنگون بکند و رسوا و ذلیل بکند. فینقلبوا خائبین، اونها برگردند خائب، خاسر، ناکام، نامراد. لذا به این خاطر هست الله عزوجل نابودشون میکند. لیس لک من الامر شیء. این آیه را میگویم متعلق به جنگ احد است. این الان نمونه از جنگ بدر بود که نصرت خدا در جنگ بدر هم آمد. اگر معیار حق و معیار بر حق بودن پیروزی در جنگ است، در جنگ بدر خوب پیروز شدید، خیلی کم هم بودید، هیچی هم نداشتید، همش 2 تا اسب داشتند، 70 تا شتر داشتند، چند تا شمشیر بیشتر نبود. لذا اصل اینه که خدا نصرت بکند. این آیه در رابطه با احد است. میگن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را سنگ بزرگی زدند به سر مبارک خورد که به سبب اون سنگ هم سر مبارک زخمی شد و هم دندانش شهید شد. آن حضرت ناراحت شد و فرمودند کیف یفلح قوم شجوا نبیهم. این قوم چطور رستگار میشه که سر پیامبر خودشون را بشکند، زخمی بکند و کسروا رباعیته و دندانهاش را بشکند و هو یدعوهم الی الله تعالی، در حالی که این پیغمبر اونها را به سوی خدا دعوت میده. بعضی میگن این آیه در رابطه با دعایی هست که آن حضرت در صبح بعد از جنگ موته که 70 نفر از صحابه شهید شدند، تا 1 ماه آن حضرت بر علیه اونها دعای هلاکت میکرد. آخر خداوند این آیه را نازل فرمود که دعای هلاکت و نفرین نکند، شاید بعضی ها هدایت نصیبشون بشه. بعضی میگه همین کسانی که در احد بودند اینها را خداوند دعای بد کرد که خداوند فرمود دعا نشه، شاید از اینها کسانی هدایت بشن. چنانچه بعضی از افراد که در همین جنگ بودند، سهیل ابن عمرو بود، کسی که در حدیبیه سفیر کفار و مشرکین بود، حضرت سهیل ایمان آورد، ابو سفیان ایمان آورد. لذا پیغمبر از دعا کردن و نفرین کردن اونها من شدند. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم. نیست برای شما از امر چیزی، از امر اونها بر شما نیست، یا اینکه اونها رجوع میکنه الله بر اونها یا عذابشون میده. این وظیفه شما نیست که به عذاب گرفتار بشند یا مسلمان بشند. این بر خدا است. خدا بهتر میدونه کدوم لیاقت ایمان داره بر او رجوع کند، به اون ایمان نصیب کند، کدوم لیاقت عذاب و هلاکت داره او را هلاک بکند. فانهم ظالمون. این علت است که اگر عذابشون میده به خاطر اینکه همان آنها ظالم هستند. پس در اختیار شما نیست، در اختیار الله است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. این دلیل عقلی هم هست.
فقط و فقط برای الله است. تمام تصرفات آسمان ها و زمین. یغفر لمن یشاء، به هر کسی از بندگانش مغفرت میده، میبخشه. و یعذب من یشاء، هر کسی را میخواد عذاب میده. والله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان هست. لذا این آیه نازل شد، آن حضرت صلی الله علیه وسلم بیشتر دعا نکردند. خب حالا در وسط این بحث جهاد، بحث بدر بود، بحث احد تازه شروع شده، هنوز علل احد بیان میشه، اما در میانش بحث ربا میاد، بحث سود میاد. حالا مناسبتش چیه؟ به ظاهر هیچ نوع مناسبتی ندارد با موضوع جهاد، اما علماء ما میفرمایند که اگر عمیق نگاه بکنیم به ربا و اثرات سوء ربا و علل ربا، در میابیم که ممانعت از ربا تقویت روح جهاد است. ممانعت از ربا چیه؟ تقویت روح جهاد است. خدا از ربا باز داشته. کسی که ربا نخورد، ربا نگیرد، از ربا دوری کند، او توفیق جهاد پیدا می کند. پس ربا با جهاد ارتباط داره. به چه دلیل؟ ببینید، یکی از شرایط جهاد انفاق است یا نیست؟ انسان میره برای جنگ، با مال و جان میره، مال صرف میکنه. ربا چیه؟ ربا خار اونقدر بخیله، اینقدر بخیله که نه اینکه تنها نمیتواند مسلمان برادر مسلمانش را مال بدون عوض بدهد، حتی جرأت نمیکنه به او قرض الحسنه بده. قرض الحسنه که فردا همون پول خودش را دوباره بگیره، 1000 درهم بده، 1000 درهم بگیره. اینقدر بخیل است که 1000 درهم بده، 1000 درهم بگیره، اینقدر هم جرأت نداره و میگه 1000 درهم میدم، 1500 بگیرم. پس وقتی که کسی اینقدر بخل داشته باشه و قربانی ندهد، اون جرأت قربانی مالی وقتی ندارد، چطور میتواند جان و مال در راه خدا تقدیم بکند، جان عزیز را تقدیم بکند؟ جهاد یعنی تقدیم مال و جان. پس کسی که بلا عوض نمیتونه مالی بده، مالی میده حتما عوضش را میخواد، نه تنها خود مال را، بیشتر از اونم میخواد. پس این چطور میتونه به دیگران کمک بکند؟ چطور میتونه تقدیم بکنه مال و جان؟ پس سود و ربا، عرض کنم که انسان را از همدردی با هم نوعان، هم جنسان باز می‌دارد. در وجود انسان بخل پیدا می‌کند، در وجود انسان حرص پیدا می‌کند. انسان را از جهاد و روح جهاد چی می‌کند؟ دور می‌کند، فاصله میده. چون اون بذلی که باید در وجود انسان باشه، اون بذل چه مالی باشه چه جانی باشه، اون را می‌کشد، از بین میبره، اون را عرض کنم نابود میکنه. لذا خداوند عزوجل اینجا از ربا باز می‌دارد که ممانعت از سودخواری و دستور ترس خداوند و تقوا، این سبب میشه که انسان برای جهاد آمادگی بهتری داشته باشه. به این دلیل الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، نخورید شما ربا را چند برابر. چند برابر یعنی چه؟ یعنی اگر کم سود باشد جایزه. بعضی میگن که خب، بعضی گفتن که تا 3% و 4% اشکالی ندارد. معنی چند برابر همین میشه دیگه؟ نخیر، این معنا نیست. 1% اگر ربا باشد اشکال دارد، 3% و 4% به جای خود
1% هم اشکال داره. اینجا که خداوند عزوجل فرموده لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه، چون معمول در دنیا اینطور است، الان هم در بازارهای ما همین طوره که کسی وقتی که مالی را به صورت قرض میده، حالا یه سودی میاد روی 1000 درهم 200 درهم میاد به خاطر دیر کرد. اون وقتی که باز هم سر وقت نمیتونه بده، علاوه از اینکه یک سودی دیگری بر 1000 درهم میاد، یک سودی بر اون سودش هم میاد، بر 200 درهم هم میاد. باز دیر میکنه دوباره بر اون سودش جداگانه میاد، بر اصل مال جداگانه میاد. این چی میشه؟ چند برابر میشه. معمول اینطور است. به همین خاطر یکی هست که مثلا گزارش اینجا آمده، یکی هست که 300 میلیون وام کرده، ماشین گرفته، آخر 1 میلیارد و 200 باید بده، چون اضعاف مضاعفه میشه، هی دیر میشه بیشتر میشه، هی دیر میشه بیشتر میشه. چند برابر هست یا نیست؟ پس معمول اینطور هست. معنیش این نیست که اگر چند برابر نبود جایزه، نه. لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه، نخورید ربا را اضعافا مضاعفه، چند برابر. این قید اتفاقی است. ربا است. ربا یعنی مازاد بر اون چیزی که قرض انسان هست. واتقوا الله، این نسخه عمل است. از الله بترسید لعلکم تفلحون، تا شما رستگار بشید، کامیاب بشید. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، این تخویف اخروی هست برای رباخوار. آتشی که آماده شده برای کافرین، از اون آتش بترسید. یعنی ای مسلمانان، شما با این کار خودتان، با این رباخواری دارید به سوی آتشی میرید که اون آتش مال شما نیست، اون آتش مال کافرین است. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید که این آیه از آیاتی هست که بیشترین تخویف نسبت به یک مسلمان در این آیه بیان شده. در بقیه آیات تخویف است، اما اون تخویف ها برای کفار است، برای منافقین است، برای یهود، برای مسیحی. برای مسلمان مستقیم گفته شده آتشی که مال کفار است. اینجا خدا گفته. کان ابو حنیفه یقول، امام ابو حنیفه میگفت هی اخوف آیت فی القرآن، از تمام آیاتی که مسلمانان را بیم داده، این آیه از همه بیمناکتر است. چرا؟ حیث اوعد الله المؤمنین بالنار المعده للکافرین ان لم یتقوه فی اجتناب محارمه، که خداوند مسلمانان را وعید داده، بیم داده، ترسونده که اگر از محارم، از محرمات الهی اجتناب نکنند، اگر از ربا دوری نکنند، خودشون را آماده کنند برای اون آتشی که اون آتش اصلش آماده شده برای کی؟ برای کفار. خدا پناه بده. لذا در این آیه واقعا تخویف بسیار بزرگی هست. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، ای مسلمانان شما دوری کنید، بپرهیزید از آتشی که آماده شده برای کافرین. اون آتش برای شما آماده نشده، ولی شما با سرپیچی صریح پروردگار خودتون دارید به سوی اون آتش می روید. و اطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون. تشریح اتقا، اینکه خداوند فرمود واتقوا النار یا واتقوا الله، از خدا بترسید، از آتش بترسید. چطور بترسیم؟ اطاعت خدا و رسول خدا در تمام زمینه های زندگی، در تمام ابعاد زندگی، چه در بعد عبادات، چه در بعد معاملات، چه در آداب معاشرت، حقوق. اطاعت خدا بکنید، اطاعت رسول خدا بکنید. لعلکم ترحمون، تا اینکه شما مورد رحم او واقع بشید فی الاخره. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض.
الله عزوجل میفرماید بشتابید. این بشارت اخرویه برای کسانی که اون تقوا را پیش میگیرند، برای کسانی که خدا ترسی دارند. و سارعوا الی مغفرت، بشتابید به سوی مغفرت. مغفرت منظور چیه؟ موجب مغفرت. اون چیزی که موجب مغفرت میشه اخلاص هست، توحید هست و عبادات هست، ترک گناهان است، همه اینها. الی مغفرت من ربکم و جنه، بشتابید به سوی بهشتی که عرضها السماوات والارض، عرض اون به اندازه آسمان ها و زمین است. دیروز هم این آیه را خواندیم در سوره حدید، عرضها كعرض السماء والارض. اونجا یک ترجمه این عرض کردم که عرض او یعنی فراخی او، فراخنای او، وسعت او مثل عرض آسمان ها و زمین است. پس طولش چقدر؟ بعضی گفتن از ابن عباس منقول است که میفرماید عرضها السماوات والارض، گفته به این معنی که شما آسمان ها را، چند تا آسمان؟ 7 آسمان که هستند، زمین، همه اینها را کنار هم ارزم بگذارید و بدوزید. اینها کنار هم باشه چقدر میشه؟ عرض همه را کنار هم بذار. باز عرض اون به اندازه عرض اینها میشه که اینها را همه را کنار هم. قال ابن عباس تقرن السماوات والارض بعضها الى بعض، اینها کنار هم گذاشته میشه. بما تبسط الثياب، مثل اینکه یک لباسی را چطور شما به زمین پهن میکنید، و یوصل بعضها به بعض، به هم دیگه متصل میکنید. فذلك عرض الجنه. بله، بل الكلام کنایه عن غایه السعه بما هو في تصور السامعین. اون قول دوم که بنده عرض کردم، وسیع ترین چیزی که ما دیدیم آسمان و زمین. خداوند داره میفرماید که ارزش به اندازه این چیزی که شما دیدید، یعنی خیلی وسیع. چون ما همه آسمان و زمین را ندیدیم، یک بخشش را دیدیم، او بیشتر از این. اعدت للمتقین، این بهشت آماده شده برای متقیان، برای بندگان خدا ترس. بندگان خدا ترس کی هستند؟ ببینید چه صفات زیبایی دارند اهل تقوا. خداوند نصیب ما بفرماید. اینهایی هستند که الذین ينفقون فی السراء والضراء، کسانی که خرج میکنن مالهای خودشان را، فی السراء در سختی ها، سختی های مالی، و الضراء سختی های جانی. یک تفسیرش اینه، سراء و ضراء قبلا شما خواندی شدائد مالی، یعنی شرایط مالیت خوب نیست بازم خرج میکنی، شرایط جسمیت خوب نیست، خودت نیاز به دارو درمان داری بازم خرج میکنی. و یک تفسیر از ابن عباس هست فی العسر والیسر، فی السراء والضراء یعنی چه؟ سراء یعنی خوشی، ضراء یعنی ناراحتی. فی العسر والیسر، در هر حال، سال آباده یا نیست، مردم وضعشون خوبه یا نیست، در هر حال خرج میکنن. فی السراء والضراء، بذل مالی دارند. و دیگه وصف دوم، والکاظمین الغیظ، از نظر اخلاقی هم اخلاقیاتشون خوبه. اونم مربوط به اخلاق. کسی خرج میکنه که دل خوبی داشته باشه، دل با سخاوتی داشته باشه. این سخاوت یکی از زیبایی های اخلاق است و بخل از رذایل اخلاقی است. اینا اخلاق را اینجا مقدم کرد. والکاظمین الغیظ، ببین بحث چون بحث ربا هست، لذا در مذمت ربا اول بذل مالی و مسائل اخلاقی. اون کسی که رباخوار است اونم از نظر اخلاقی مردوده، چون دل کوچکی داره، نمیتونه خرج کنه. لذا الله میفرماید والکاظمین الغیظ، کسانی هستند که متقین که فرو میبرن غیظ را، خشم را. والعافین عن الناس، و مردم را معاف میکنه. اگر کسی اشتباهی میکنه دیگه نمیگه بزنم تو گوشش، نفسش
را کنترل میکنه. والله یحب المحسنین، الله چنین مخلصین را یا چنین نیکوکاران را دوست دارد، چنین نیکوکاران را دوست دارد. پس اون چی که در تا اینجا خواندیم بذل مالی بود و مباحث اخلاقی بود و بعد از این عملی. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، این متقین اونهایی هستند که هرگاه انجام میدن گناه بزرگی، او ظلموا انفسهم یا گناه کوچکی. بعضی فاحشه را تفسیر کردن به کبیره، او ظلموا انفسهم را تفسیر کردن به چی؟ به صغیره. امام رازی همین را می فرماید الفاحشه هی الکبیره و ظلم النفس هی الصغیره. اما بعضی ها میگویند اذا فعلوا فاحشة، اون گناهی را میگویند فاحشه که مربوط به حقوق العباد باشد، در حق بندگان ظلم بکنی. او ظلموا انفسهم، اون گناهی را میگن که مربوط به حق الله باشد، نماز نمیخوانی بر خودت داری ظلم میکنی، زکات نمیدی بر خود ظلم میکنی. لذا الله عزوجل میفرماید متقین کسانی هستند که هرگاه گناهی مرتکب میشند، چه بزرگ چه مربوط به حق الناس، او ظلموا انفسهم گناهی کوچک یا مربوط به حق الله، ذکر الله، فوراً عظمت خدا را بیاد میارن. یعنی متقی اون نیست که گناه میکنه همیشه گناه میکنه، اونی که گناه میکنه باز اصرار بر گناه میکنه، زود ترک نمیکنه، اون بوی از تقوا ندارد. و تقوا هم این نیست که اصلا گناه نکنه، نه، او معصومه. متقی را با معصوم جابجا نکنید. متقی اونه که گناه میکنه، اشتباه میکنه، اما فوراً دست میکشه، فوراً خدا را یاد میکنه. ذکر الله، خدا را یاد میکنند، عظمت خدا را. فاستغفروا لذنوبهم، برای گناهانشان از الله آمرزش میطلبند. و وقتی که از خدا آمرزش بخواهد، کیه که غیر از خدا ببخشد؟ و من یغفر الذنوب الا الله، بجز الله کی مغفرت میفرماید گناهان را؟ کسی نیست. اما شرطش اینه که فوراً ولم یصروا علی ما فعلوا، بر اون چی که انجام داده اصرار نورزد. ولم یصروا، اصرار نکنن بر آنچه که انجام داده، و هم یعلمون، و اونها میدانند که نباید اصرار کرد، باید زود توبه کرد. اصرار چیه؟ یکی اصرار اینه که گناهی که میکنه همیشه میکنه، همیشه کارش دروغ گفتنه، این اصراره. همیشه کارش رباخاریه، شغلشه، اینا بوی از تقوا ندارند. همیشه کارش رشوه گرفتن است، همیشه کارش کلاهبرداری است، همیشه کارش خیانت به مردم است. تا فرصتی گیرشون میاد خیانت میکنند به مال مردم، به ناموس مردم. لذا اینها این را بگه اصرار، یعنی تا موقعیت گناه فراهم میاد معطل نمیکنه و میخواد توبه بکنه، اما توفیق نمیشه. چون بعضی گفتن ولم یصروا، اصرار یعنی چه؟ والاصرار هو التسویف، تفسیر قرطبی میگه والاصرار هو التسویف. اصرار یعنی تسویف. تسویف چیه؟ والتسویف هو ان یقول سوف اتوب غدا، سوف اتوب، اون تسویف سوف گفتن، ان غریب گفتن. والتسویف ان یقول ساتوب غدا، سوف اتوب غدا، فردا توبه میکنم، فرداش میشه پس فردا، پس فرداش میشه بعد از اون، هی میگه که سوف اتوب. پس این اصرار بر گناه است.
این اصل مؤمن باید فوراً دست بکشه. لذا الله می فرماید ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، بر آنچه که انجام میدهند اصرار نمی کنند و میدانند که نباید اصرار کرد، نباید طولانی کرد. شاید یهو مرد با همین گناه بدون توبه. لذا کسانی که فوراً خدا را یاد می کنند و از گناهشون دست میکشند، اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، این افراد جزایشان مغفرتی است از جانب ربشان، و جنات تجری، هم خدا میبخشد و هم لطف اضافی می فرماید، و جناتی که جاری است از زیر درخت هایش نهرها، خالدین فیها، همیشه در اون جنات هستند، و نعم اجر العاملین، بسیار زیباست اجر عمل کنندگان، اونایی که عمل می کنند اجرشون بسیار زیباست و پسندیده است. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. الله عزوجل در اینجا تخویف بیان می فرماید، یعنی کسانی که توبه می کنند، زود خدا را یاد می کنند، دست از گناه می کشند، خدا اونها را می بخشد. اما کسانی که اصرار بر گناه می کنند برای اونها عذاب است، در همین دنیا برای اونها هلاکت و بدبختی است، ورشکستگی و خاری و زبونی هست. خداوند میفرماید اگر باور ندارید احوال اقوام گذشته را بررسی کنید. قد خلت من قبلكم سنن، همانا گذشته قبل از شما سنن. سنن علامه آلوسی میفرماید وقائع الامم الماضیه یا المکذبه، واقعات امتهای گذشته. و بعضی میگن سنن همون جمع سنت هست، یعنی روش های الهی. روش خدا رو میدونید که با مکذبین چیکار میکند، با مصرین علی الآثام، کسانی که بر گناهان اصرار دارن با اونها چیکار میکند. لذا پیش شما نمونه ها هست. فسیروا فی الارض، بری سیر کنید در زمین. فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین، ببینید عاقبت مکذبین چگونه میشه، چگونه شد. کسانی که تکذیب کردند، انبیاء خدا را، احکام خدا را قبول نکردند، بر گناه اصرار ورزیدند، بر شرک اصرار کردند، عاقبتشون چی شد؟ لذا این پند و موعظه قرآن را بگیرید، عمل کنید. هذا بیان للناس، این بیانی هست برای مردم، بیان بسیار عظیمی هست برای مردم، اشاره به قرآن است. و هدن و موعظه، هدایت است و موعظه است برای متقین. لذا از این هدایت، از این راهنما، از این پند باید متقین استفاده بکنند. علامت تقوای ما این خواهد بود که ما از قرآن خوب استفاده بکنیم، از راهنمایی های قرآن، از تهدیدهای قرآن بترسیم، از تخویف های قرآن دوری کنیم از گناه، و از تشویق های قرآن اصرار و مداومت بکنیم بر طاعات و بندگی. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خب در وسط عرض کردم بحث ربا آمد و بعد به طبع مسئله ربا صفات متقین ذکر شد. حالا برمیگردیم به مسئله سابق. بحث سابق چی بود؟ بحث احد بود. بالاخره خداوند عزوجل فرمود که پروردگار در بدر شما را یاری کرد. حالا اگر در احد شکست خوردید، ابتدا خداوند تسلی میده، نگران نباشید، جوش نزنید. علامه قرطبی میگه عزاهم و سلاهم، خدا تعزیت میگه و تسلیت میگه مؤمنین را بما نالهم یوم احد، اون چیزی که در روز احد بهشون رسید که عده‌ای کشته شدن، عده‌ای زخمی شدن، و
خداوند اینجا تحریک میفرماید، تشویق میفرماید بازم با دشمن بجنگید. شما اگر بر مقتضای ایمان باشید، به اقتضای ایمان عمل کنید، خدای عزوجل شما را پیروز میدان میگرداند. لذا الله می فرماید ولا تهنوا، شما سست نشید، ولا تحزنوا، شما غمگین نباشید، و انتم الاعلون، شما برتر هستید، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن واقعی باشید. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. این اعاده مضمون جهاد هست و احد هست. الله می فرماید اگر به شما زخمی رسیده، اگر به شما ضربه رسیده، زخمی رسیده، فقط مس القوم قرح مثله، به اون قوم هم زخمی مثل این رسید. اگر امروز اونها 70 نفر از شما را شهید کردند، دیروز در بدر شما 70 تا از اونها کشتید و 70 تا اسیر کردید. در جای دیگه هست قد اصبتم مثلیها، شما 2 برابر به اونها ضربه زدید. و تلک الایام نداولها بین الناس. حالا از اینجا حکمت شروع میشه. حکمت چی؟ حکمت این شکست چی بود؟ اگر دقت بفرمایید به آیات قرآن مجید، بسیاری از فلسفه های مادی را متوجه میشید. الله عزوجل می فرماید و تلک الایام نداولها بین الناس. این حکمت اول است. این ایام را ما می گردانیم بین مردم. این ایام را ما می گردانیم بین مردم. یعنی چی؟ یعنی این فتح و پیروزی ها دست به دسته. یه روزی مال این گروه، یک روزی مال اون گروه است. بالاخره خدا به این شکل قرار داده که یک روزی سپاه اسلام نوبتش هست، یه روزی دیگه نوبت کفاره. این حکمتش اینه. خوب دقت بفرمایید. اگر در هر جنگ قرار باشد مسلمانان در اقلیت هستن، نه در اقلیت بودن، هیچ چی نداشتن، هر جنگی جمعیت کفار 3-4 برابر مسلمانان بود یا نبود؟ بود. در احد در بدر 3 برابر بود، در احد تقریبا هم 3 برابر و 4 برابر، چون مسلمانان 700 تا بودن و 3000 تا بودند، 4 برابر. اگر قرار باشه در هر جنگ مسلمان پیروز بشه، پس خداوند عزوجل در همین دنیا داره به کفار نشان میده که شما هر کاری بکنی شکست میخورید. بنابراین این یکی از مسائل غیب هست که داره علنی میشه. اون وقت کفار با همین شکست خودشون اذعان میکنند، یقین میکنند که ما بر باطل هستیم. وقتی که اذعان و یقین بکنند بر بطلان خودشون، یعنی گویا خداوند پرده را برداشته و پشت پرده اون چیزی که واقعیت خدا نشون میده. پس این کافر از ترس شده دیگه، اون اختیاری که با اختیار خودش کفر را اختیار کرده، اون اختیار ازش سلب میشه. الان ترس غالب میشه، الان رعب غالب میشه. از ترس که شده هم مسلمان میشه. این مسلمانی به درد نمیخوره. مسلمانی درد میخوره که بر اساس چی باشه؟ ایمان بالغیب. یعنی انسان هیچ چیزی از آثار قدرتی که در غیب هست، پشت پرده هست، اونها را نمی بیند. اونی که خدا نشان داده می بیند، کائنات را می بیند، زمین را می بیند، آسمان را می بیند، اینها را می بیند. اما اون چیزی که پشت پرده هستن اونها را نمی بیند و ایمان می آوره. این ایمان بالغیب است. اما اگر خدا پرده را بردارد، ما همه فرشتگان را ببینیم، عرش را ببینیم، ایمان بیاوریم، این دیگه لطفی نداره. این ایمان بالمشاهده شد. خدا چی میخواد از ما؟ ایمان بالغیب میخواد. بنابراین خدای عزوجل اون عرض کنم که میدان جنگ را یک روز به این گروه میده، یک روز به اون گروه میده، تا اینکه بالاخره
پرده غیب برداشته نشه، بر اساس گوی اسباب باشه، گرچه از نظر اسباب اینجا به مؤمنین نصرت میرسه، نصرت میشن اونها. لذا الله تعالی این حکمت اول هست که غالبیت و مغلوبیت بر اساس چیه؟ و تلک الایام نداولها بین الناس، این ایام را ما دست به دست میکنیم بین مردم، یه روزی به این دست، یه روزی به این دست، یه روزی به دست مسلمانان، یه روزی به دست کفار میدهیم. حکمت دوم ولیعلم الله الذین آمنوا، تا اینکه خدای عزوجل مشخص بکند مؤمن را از منافق. این حکمت دومه. اگر قرار باشه فتحی باشه، پیروزی باشه، غنیمتی باشه، همه شرکت میکنن، هم منافقین هم مؤمنین، ولی خب گاهی سختی هست تا که مؤمنین چی بشن؟ مشخص بشن اینا مخلصینند، اونای دیگه نیستند. این حکمت دوم. سوم و یتخذ منکم شهداء، الله عزوجل از میان شما شهید بگیرد، چون که بسیاری از صحابه آرزوی شهادت داشتند. وقتی که در بدر تعدادی 14 نفری شهید شدند، فضائل شهدا را شنیدند، بسیاری از صحابه تمنا داشتن یک جنگ دیگه در مقابل دشمنان بشه، ما تو اون جنگ کشته بشیم. وقتی که فضیلت شهید را از زبان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شنیدن که روح شهید پرواز میکنه، به کجا میره، کجا براش قندیل آماده میشه، هر روز تو بهش سیر میکنه، لذا آرزو داشتند. خدا جمعی را به آرزویشون رساند. این حکمت سوم. والله لا يحب الظالمین، این معنیش نیست که اون طرف که ظالم هستن، مشرک هستن، خدا اونها را دوست داره. نه، اونها را دوست نداره. اونها که شما را شهید کردن این باعث بغض بیشتر اونها برای اونها میشه، خدا بیشتر بر اونها عصبانی میشه. و چهارم ولیمحص الله الذین آمنوا، تا اینکه خداوند، این همون حکمت دوم هست تقریبا، خالص بگرداند اونهایی را که ایمان آورد از شما، خالص بکند، خالص و مخلص جدا بشه. و یمحق الکافرین، و کافرین را خدا نابود بکنه. هرچی که کافر بیشتر با مسلمانان می جنگد مورد خشم بیشتر خدای تعالی میشه، باعث عذاب بیشتری برایشان میشه. و حکمت ششم اینه که خدا بهشت را نصیبتون بکنه. بالاخره بهشت هم مفت نمیرسه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما میپندارید که وارد بهشت میشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، هنوز خداوند مشخص و معلوم نفرموده، ظاهر نفرموده اونهایی که جهاد میکنند از شما، و هنوز مشخص نکرده اونهایی که صابرین و استقامت کنندگان هستند. اینا را خدا میخواد ظاهر کنه، مشخص کنه. و دیگه اینکه چرا ناراحت هستید؟ ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، قبل از اینکه با اونها برخورد کنید، قبل از اینکه با اونها ملاقات بکنید، شما تمنای مرگ داشتید، آرزوی شهادت داشتید، فقط رأیتمو، الان دیدید مرگ را و اسباب مرگ را، و انتم تنظرون، شما نگاه هم میکردید که چطور مرگ آمد، لذا جای نگرانی نداره. پس اینها حکمت ها هستند و تسلی الهی هست برای مؤمنین. و حال و ما محمد الا رسول، از اینجا سرزنش هست برای مؤمنین. بسیاری از مؤمنین در همین معرکه احد ضعیف شدند، سست شدند، همت را از دست دادند، بالخصوص زمانی که اعلام شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شده و کشته شده. خیلی ها گفتند الان مذاکره بکنیم، تسلیم بشیم، بعضی ها گفتند فرار بکنیم. هر یکی یک تصمیمی در دلش می گرفت. الله تعالی می فرماید که نسبت به رسول الله می فرماید که ایشون رسول خداست
و من جمله از رسول گذشته، خیلی رسول بودن گذشتند، ایشون هم از این دنیا میره یک روزی. آیا اگر ایشون به موت طبیعی فوت بکند یا کشته بشه شما پشت سر برمیگردی؟ شما مگر به خاطر پیغمبر ایمان آوردی یا به خاطر خدا؟ اصل خدا است. ایشون واسطه و رابطه هستند که ما را با خدا آشنا کردند، ولی ما باید دامن دین خدا را هیچ وقت رها نکنیم. و الله تعالی می فرماید که هر نفسی باید موت برش بیاید. انبیا هم می میرند. لذا اگر هدف دنیاست که خب در کنار پیغمبران بودن و غنیمت حاصل که، اما اگر هدف خداست، آخرت است، خدا اجر اون را به انسان میده. انسان به هر صورت باید استقامت بکنه. لذا این آیه تذکری هست که یعنی اگر موت آمد، اگر شهادت آمد، برای پیغمبر خدا آمد، هم شما نباید دست از حمایت دین بکشید، در کنار دین خدا باشید. حکمتی بود که همین آیه بعداً برای بعدها در صحابه این استعداد و آمادگی را ایجاد کرد که تا آخر چه پیغمبر بود چه نبود بر دین خدا استقامت داشته باشند. وقتی که روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفتند، وفات کردند، از اون روز سختری برای صحابه و مسلمانان نبود. هیچ غمی از اون غم بزرگتر نبود و چنان غم بزرگ بود که بعضی اصلا حواسشون را از دست دادند. بعضی ها همینطور یاوه‌گویی میکردن، اصلا رجزخوانی میکردن، نمیدونستن ما چی داریم میگیم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه مثل دیوانه ایستاده بود، شمشیر از نیام کشیده بود و میگفت هر که بگه که محمد فوت کرده من با شمشیر میزنم. نه خیر، رسول الله فوت نکرده، ایشون مثل اون شب معراج به ملاقات خدا رفته بر میگرده. اصلا وفات رسول الله قابل تحمل نبود، تا اینکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آمد همین آیه را خواند. این آیه را که خواند گویا سطل آب بر تمام غمها ریخته شد، تازه چشمشون باز شد. صحابه میگه ما احساس کردیم این آیه داره تازه نازل میشه. لذا حکمتی بود که اینجا این شایع بشه، این وضعیت مسلمانان بشه، بعدا خداوند با این کلمات تذکر بده، برای بعد این آمادگی ایجاد شد. گویا این مرحله تربیتی است، تربیت شدن که ببینید شما در هر حال در کنار دین خدا بمانید، در مسیر توحید بمانید، در مقابل شرک بمانید. پیغمبر خدا بود یا نبود، اصل دین است، اصل خدا است. لذا الله می فرماید و ما محمد الا رسول، نیست محمد صلی الله علیه و سلم مگر رسول و فرستاده خدا. قد خلت من قبله الرسل، همانا گذشت قبل از اون رسول دیگری گذشت، رسول دیگری هم آمدن در این دنیا و وفات کردن، رحلت کردن. افا مات او قتل، اگر ایشان فوت بکند یا کشته بشه، آیا انقلبتم علی اعقابکم، آیا شما برمیگردید به پشت سرتون، یعنی از دین برمیگردید یا از جهاد برمیگردید؟ و من ینقلب علی عقبیه، هر کسی برگردد به پشت سرش، پشت قدمش، یعنی از دین برگردد طبق یک تفسیر، یا از جهاد برگردد جهاد نکند، فلن یضر الله شیئا، هرگز به خدا ضرر نمیرساند هیچ چیزی. ضررش به کی میرسه؟ به خودش میرسه. و سیجزی الله الشاکرین، ان قریب الله پاداش نیک میده به شاکرین. کسانی که بندگان شاکر و سپاسگزار باشند، الله عزوجل به اونها پاداش نیک عطا می فرماید. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. و الله عزوجل می فرماید موت به دست من است،
تا زمانی که الله نخواهد موت نمیاد. و ما کان لنفس، نیست برای هیچ نفسی، یعنی از جهاد نترسید، مرگ در جهاد نیست، مرگ به دست خداست. نیست برای هیچ نفسی ان تموت، این که بمیرد، چه طبعا چه قتلا. بنویسید طبعا یا قتلا، چه به صورت طبیعی چه کشته بشه. هیچ نفسی نمی میرد الا باذن الله، مگر به اذن الهی. کتاب مؤجلا، یک نوشته معینی است، مشخصی است که کی خدا میراند او را، کی میکشد، کی موتش میده، مشخصه. لذا حالا نیاتتون را درست کنید. نیتتون اگر دنیا باشه به شما میرسه، اگر آخرت باشه هم میرسه. و من یرید ثواب الدنیا نؤته منها، هر کسی اراده پاداش دنیا را داشته باشه ما بهش میدیم. و من یرید ثواب الاخره، هر کسی اراده نتیجه آخرت و پاداش آخرت را داشته باشه هم نؤته منها، از اون آخرت بهش میدیم. اما اون بندگان شاکر و سپاسگزار را جزای نیک میدهیم. و سنجزی الشاکرین، ان قریب ما جزای نیک میدهیم به بندگان شکرگزار و سپاسگزار. خداوند عزوجل مجدد موضوع جهاد را میفرماید، مطرح میفرماید. الله میفرماید که بسیاری از انبیا بودند که در کنار اونها بندگان ربانی و با خدای زیادی جنگیدند. اونا سست نشدند، اونا ضعیف نشدند، اونا شکست نخوردند، در مقابل دشمن کم نیاوردند. شما هم نیاورید، شما هم سست نشید. از اینجا معلوم میشه که جهاد، همونطوری که دیروز عرض کردم، جهاد در ادیان همه انبیا بوده. جهاد در دین سیدنا موسی بوده، سیدنا عیسی بوده، سیدنا ابراهیم بوده، در ادیان همه انبیا بوده، الا ماشاء الله. موقعیت جهاد و شرایط جهاد هر وقتی که فراهم بوده جهاد بوده. اگر شرایط نبوده، مثلا در 13 سال مکه شرایط فراهم نبود، خب جهاد هم نبود. حضرت لوط جهاد نکرد، شرایط فراهم نبود. برای جهاد دو شرط هست، قبلا خدمت شما عرض کردم، یکی اجتماعیت، یکی امارت. امیری باشد و یکی مرکزی داشته باشند که با هم جمع بشند و بالاخره برنامه ریزی بکنند. پس خیلی از انبیا بودند که جهاد کنند. و جهاد قبلا هم خدمت شما عرض کردم، جهاد از نظر عقلی هر عقل سلیمی تایید میکنه، نه تنها مسلمان، هر عقل سلیم. چرا؟ چون که جهاد برای چی هست؟ برای اقامه عدالت و دفع ظلم، برای اینه که هیچ که زورگو نباشد، هیچ کسی عدالت را زیر پا نگذارد، حق مظلوم پایمال نشه. اصل جهاد برای این هست. الله می فرماید و کأی من نبی، چقدر از انبیا بودن که قاتل معه، جنگیده همراه با اونها، یعنی در کنار اونها، ربیون کثیر، مردمان با خدای بسیار زیادی. البته ربیون دو معنا داره، بعضی گفتن این جمع ربی هست یعنی ربانیون، منصوب به رب هست، تفسیر مدارک همینه گفته. بعضی گفتن نه، ربی جماعت کثیره را میگویند، و الربیون الالوف الکثیره. و قال ابان بن تغلب الربی 10,000، 10,000 نفر، 10,000 نفر یا هزاران نفر. لذا ربی بعضی گفتن جمع زیاد، ربیون کثیر یعنی جمعیت بسیار زیادی جنگیده. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، سست نشدن برای آنچه که به اونها رسید در راه الله. و ما ضعفوا، و ما ضعف یعنی ضعیف نشدن، ما فتروا عن الجهاد. و ما استکانوا، و در مقابل دشمن فروتنی نکردن. مستکانو یعنی ما خضعوا لعدوهم، در مقابل دشمن چی؟ فروتنی نکردن. والله يحب الصابرین، خداوند چنین صابرین را دوست دارد.
کسانی که استقامت میکنن. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا. الله میفرماید سخن اونها این نبود مگر اینکه میگفتن ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وقتی که در مقابل دشمن قرار گرفتن از خدا کمک خواستن، بار الها ببخش گناهان ما را، و اسرافنا فی امرنا، و اسراف ما را در امر ما، و ثبت اقدامنا، و ما را ثابت قدم بگردان، و انصرنا علی القوم الكافرین، و ما را یاری بده بر قوم کافر. الله می فرماید فآتاهم الله ثواب الدنیا. وقتی که این مؤمنین مخلصین برای خدا جنگیدند و مناجات کردند و از خدا کمک خواستند، خداوند به اونها داد ثواب دنیا را، یعنی نتیجه مطلوب در دنیا را، و حسن ثواب الاخره، و نتیجه خوب یعنی از ثواب آخرت. والله یحب المحسنین. خداوند مخلصین را دوست دارد. خب اینجا برای چی هست؟ اینجا زجر است برای کفار. الله تعالی می فرماید ای مؤمنان اگر شما اطاعت کنید کسانی را که کفر کردند، اینها تعدادی از کفار بودند، به مسلمانان گفتند که حالا شکست خوردید، حالا برگردید به همون دین گذشته ایتون. بعضی میگن منافقین گفتن. قال علی رضی الله عنه یعنی المنافقین فی قولهم للمؤمنین عند الهزیمه. وقتی مسلمانان شکست خوردن چی گفتن؟ ارجعوا الی اخوانکم وادخلوا فی دینکم. حالا اونا برادران شما هستن اهل مکه، برگردید به همون دین گذشته برگردید. خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر اطاعت کنی کفار را، یردوکم علی اعقابکم، بر میگردان شما را به پشت سر، فتنقلبوا خاسرین، شما ناکام میشید، خاسر و خائب میشید، ناکام و نامراد میشید. بل الله مولاکم، بلکه خداوند چی هست؟ مولای شماست. البته اینجا یه شأن نزول دیگری هم ذکر میکنن، میگویم بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابه در جنگ احد همراه شدن، جمع شدن، یه حمله دیگه که کردن، مشرکین فرار کردند. مشرکین که فرار کردند، رسول الله و صحابه رفتن بالای کوه، روی کوه قرار گرفتند. اون طرف با فاصله دور ابو سفیان با سپاه خودش روی کوه دیگه قرار گرفتند. ابو سفیان میخواست وضعیت را بدوند، گفت که افیکم محمد، از همونجا صدا زد محمد هست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که جوابش ندید، هیچ که جواب نداد. بعد گفت که افیکم عمر، افیکم ابوبکر، ابوبکر در میان شما هست. بعضم آن حضرت اشاره کرد که جواب ندید. دوباره پرسید افیکم عمر، آن حضرت فرمود جواب ندید. وقتی که جوابی از این طرف بهشون نرسید، خوشحال شد، خندید، گفت هر سه تا کشته شدند. اما سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه تحمل نکرد، فریاد برآورد، گفت هر سه تا برای اینکه پوزه شما را به خاک بمالند زنده هستند و موجودند. وقتی که این حضرت عمر جواب داد، ابو سفیان گفت که اعلو هبل، اعلو هبل، یعنی هبل بالا آمد و بالا بیا، بزرگ از هبل، همون بتشون را گفت. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جواب داد شما بگویید که الله اعلی و اجل، الله اعلی و اجل، خدا بزرگتر است، خدا بالاتر است. سیدنا عمر جواب داد. ابو سفیان گفت لنا العزى ولا عزى لكم، ما عزای داریم ولی شما عزای ندارید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود بگید لنا المولا ولا مولا لكم، ما مولا داریم شما مولا ندارید. لذا همین آیه نازل شد بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. الله عز وجل مولای شماست
و اون بهترین ناصرین است. بالاخره وقتی که اونها احساس کردن اینا همه حیات دارن، زنده هستند، از اونجا ترسیدند، رفتند. الله میفرماد سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این تسلی هست و نمونه نصرت است. ان قریب ما می اندازیم در دل کسانی که کفر کردن، رعب می اندازیم، وحشت می اندازیم. بما اشرکو، این علت رو بس به سبب اینکه شرک کردن، شریک گرفتن بالله، به الله، ما لم ينزل به سلطانا، اون خدایان باطلی که خدا نازل نکرده به معبودیت اونها هیچ نوع دلیلی. سلطان یعنی هیچ نوع دلیل عقلی و نقلی. و مأواهم النار، و جایگاه اونها آتش است. و بئس مثوى الظالمین، این جایگاه ظالمین بسیار جایگاه بدی است. خب حالا الله عزوجل اصل جواب را میده. تا اینجا تسلی بود. اصل جواب اینه که سوال را فراموش نکردید که چرا در احد شکست آمد. الله عزوجل میفرماید شکست نبود. اینجا که خدمت شما عرض کردم ابو سفیان بر بالای کوه بالا شده بود و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر بالای کوه دیگه بود. جنازه ها پایین افتاده بود. 37 تا جنازه مال مشرکین بود، 70 تا مال شهدای احد بود. 37 نفر از اونها کشته شد. خداوند عزوجل در این آیه میفرماید که خدا که وعده نصرت کرده بود شما را نصرت کرد. شما در همون حمله اول اونها را از پای در می آوردید، اونها را داشتید یکی یکی می کشتید و به پیش می رفتید. نصرت خدا کدومه؟ همینه که شما را کرد. اما بعداً فشل آمد، سستی آمد، به خاطر اینکه با هم دیگه تنازع کردید، با هم دیگه اختلاف کردید. وقتی که اونا را خدا فراری داد، اونا را خدا خار و زبون کرد، دلشون رعب و وحشت انداخت، کشته شدند و فرار کردند، حالا شما با هم دیگه اختلاف کردید. و به خاطر اینکه هدفتون چی بود؟ هدف شما جمع کردن مال غنیمت بود. شما حرف امیرتون را گوش نکردید، لذا این نتیجه شد. الله می فرماید ولقد صدقكم الله وعده. این آیه کی نازل شد؟ تفسیر مدارک نوشته قال ناس من اصحابه، گروه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من این اصابنا هذا، این شکست از کجا آمد؟ وقد وعدنا الله النصر، میگه خداوند با ما وعده نصرت نفرموده بود؟ خدا به ما وعده نصرت و کمک کرده بود، شکست آمد. این شکست از کجا آمد؟ الله تعالی می فرماید ولقد صدقكم الله وعده، همانا الله با شماست وعده خودش را راست کرد. اون وعده ای که فرموده بود، اون وعده، در اون وعده الله صادق بود. اذ تحسونهم باذنه، زمانی که اونها را به اذن الله شما می کشتید. تحسونهم یعنی تقطعونهم، اونها را قطعه می کردید، اونها را سر می بریدید، داشتید می کشتید و جلو می رفتید. اما بعداً سستی آمد. حتی اذا فشلتم، حتی وقتی که شما فشل شدید، سست شدید. و تنازعتم فی الامر، و حتی وقتی که شما در امر با هم دیگه چی کردید؟ در امر جهاد یا در امر رسول الله. رسول الله گفته بود از اینجا نیایید پایین. شما با هم دیگه چی کردید؟ تنازع کردید، اختلاف کردید. و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، و نافرمانی کردید بعد از اینکه خداوند به شما نشان داد آن چیزی که دوست داشتید. چه چیزی را دوست داشتند؟ فتح را، پیروزی را. بعد از اینکه پیروزی را خدا به شما نشان داد، چرا اختلاف کردید؟ چرا نافرمانی کردید؟ خداوند میفرماید منکم من یرید الدنیا
و منکم من یرید الاخره، منکم من یرید دنیا. دنیا میخواستن یعنی چی؟ یعنی غنیمت، مال، پول. اما بعضی به فکر این نبودند، چون بعضی گفتن بریم مال غنیمت جمع میکنیم، ما هم سهم داریم. و منکم من یرید الاخره، بعضی از شما اراده آخرت داشتید، همونجا ماندید. ولی وقتی که با هم دیگه اختلاف کردید و حرف امیر را گوش نکردید، ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، سپس الله عزوجل برگرداند آنها را از شما، دشمنان را، تا که شما را بیازمایند. پس این اشتباه خود شما بود. ولقد عفا عنکم، اینجا تسلی هست. الله عزوجل میفرمه خدا حالا معاف کرد شما را. خداوند عزوجل صحابه را بخشید، صحابه را عفو کرد، اشتباهی کردند، ولی الله عزوجل در همین سوره شما میخوانید 2-3 بار اعلام عفو است. ولقد عفا عنکم، بعدا میاد ولقد عفا الله عنهم، خدا بخشیده، مردم نمی بخشند. الله عزوجل میفرماید ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین، خداوند عزوجل دارای فضل است بر مؤمنین. خدا بر مؤمنین فضل فرمود و احسان فرمود. حالا اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، این متعلق ثم صرفکم عنهم هست. شما را خداوند برگرداند از اون مشرکان، رخ شما به سمت دیگه رفت. اول داشتید اونها را میزدید، داشتید اونها را تعقیب میکردید، اما بعداً وقتی که شما با هم دیگه اختلاف کردید، بعداً دیگه اونها حمله کردند، شما روی کوه میرفتید. اذ تسعدون، صعود یعنی بالا رفتن بر کوه، بالا میرفتید. ولا تلوون علی احد، و گردن خودتون را کج نمی کردید بر هیچ یکی، یعنی به هیچ که توجه نمی کردید، هیچ یک را پشت سر نگاه نمی کردید. و الرسول یدعوکم فی اخراکم، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم شما را صدا میزد پشت سرتون. پیغمبر اونها را میگفت جمع بشید. لذا فاثابکم غما بغم، به شما چی رسید؟ به شما رنجی رسید، ناراحتی رسید. غم، ناراحتی، رنج، رنجش. غم بر غم. غم بر غم چی بود؟ بعضی میگویند که شما شکست خوردید، یکی این غم بود. فاثابکم غما یعنی قتل و هزیمت، هم شهید شدید هم شکست خوردید. به غم، به سبب غمی یعنی به سبب ناراحتی رسول، به سبب ناراضگی رسول. ای اثابکم غما بسبب غم ازقتموه رسول الله صلی الله علیه وسلم، شما این ناراحتی را به رسول الله دادید، به عصیانکم له و مخالفتکم امره. لذا این مصیبت اون رنجش آمد به سبب نافرمانی پیغمبر. اما الله عزوجل بیان می فرماید که خداوند این غم را آورد و بعدا حکمت اینه که لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تا که شما غمگین نباشید بر اون چیزی که از دست شما رفت، منافعی که از دست شما رفت. ولا ما اصابکم، و همچنین جوش نزنید بر اون چیزی که به شما رسید. بعضی میگن اخبرکم بذلک المذکور، خدا این مسائل را به شما داره میگه تا اینکه شما جوش نزنید، شما غمگین نباشید. والله خبیر بما تعملون، خداوند عزوجل خوب خبر دارد به اون چیزی که شما عمل میکنید. خداوند به اعمال شما با خبر هست، اطلاع دارد. لذا الله تعالی برای شما این تسلی را میده و این مباحث را اعلام میکنه تا شما زیاد غمگین و حزین نباشید. در احد امتحان الهی بنابر حکمت هایی برای مسلمانان
یک شکست موقتی آمد. تعداد 70 نفر از مسلمانان جام شهادت نوشیدند و علتش و دلیلش اختلافی بود که بر امری که رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر فرموده بود بر اون امر اختلاف کردند. بعضی ها گفتند که باید بریم، بعضی ها گفتند اینجا بمانیم، تا اینکه بالاخره این امتحان آمد، این مشکل پیش آمد و مسلمانان تعدادی شهید دادند. اما بعد از آن الله عزوجل سکینه آورد، آرامش آورد. سکینه و آرامش به این صورت که بعد از این رنجی، غمی و پریشانی که به اونها دست داد، بعد از این غم خداوند عزوجل بر اونها خواب آورد، خواب خفیفی، چنان خواب و سکینه ای که همینطور که ایستاده بودند بدون اختیار شمشیرها از دست می افتاد. شما می دونید انسان وقتی که پریشانی داشته باشه و مقداری خواب بیاد، بعد از خواب اون غمش کاسته میشه، کمتر میشه. این سکینه و این نوم خفیف، خواب خفیف باعث شد که مقداری پریشانی کمتر بشه، فکر بکنن، تمرکز داشته باشن، تا اینکه بالاخره تمرکز کردند و بار دیگر همون که حمله کردند دشمن پا به فرار گذاشت. الله عزوجل می فرماید ثم انزل علیکم من بعد الغم، سپس خداوند نازل فرمو بعد از غم و پریشانی امنتا نعاسا، یک امنی، یک آرامشی که اون آرامش چی بود؟ یعنی این امنتا مبدل منه است، نعاسا بدل هست، یعنی خواب خفیفی، به اصطلاح چرت زدن را میگند، خواب خفیف را میگند. چنان خواب خفیفی که یغشا طائفة منکم، یک گروهی از شما را تحت پوشش قرار داد. و طائفة قد اهمتهم انفسهم، اما یک گروه دیگه بود که برای اونها جانهایشون مهم بود، اونها را مغموم کرده بود و هم مغم اونها شده بود. انفسهم، جانهای اونها، اینا منافقین بودند. منافقین وقتی که دیدند این شهادت را، اونها برای خودشون می ترسیدن، با وجودی که شرکت نکردن. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، این حماقت منافقین است که فکر می کردن بر نسبت به خداوند عزوجل فکر ناحق، فکر غلط، نادرست. ظن الجاهلیه، فکر جاهلیت. جاهلها نسبت به خداوند سوء ظن دارند، گمان بد دارند، فکر میکنند خداوند هرگز نصرتشون نمیکنه، هیچگاه کمکشون نمیکنه. یقولون هل لنا من الامر من شیء ما قتلنا هاهنا، منافقین به صورت اعتراض میگفتند آیا برای ما در این کار چیزی هست؟ یعنی رأی داریم؟ کسی از ما میپرسه؟ رأی ما اعتبار داره؟ نداره. هل لنا، این استفهام انکاری است. آیا هست برای ما من الامر؟ من الامر یعنی من الرأی و التدبیر. من شیء، چیزی، رأی ما، تدبیر ما، نقشه ما، برنامه ما جایگاهی داره؟ نداره. نداره. ما بی خود چرا خودمون را ضایع کنیم؟ چرا ما شرکت کنیم؟ الله عزوجل می فرماید در جواب اینها بگو که مشوره شما که عمل نشد به این معنی نیست که اینجا هیچی نیست، هیچ امری وجود نداره، اول و آخر هم شما، مشوره شما کارساز نه. قل ان الامر كله لله، بگو امر همگی مال الله است، یعنی همه چیز در دست الله است. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک،
اینها در درون خودشون مخفی میکنن اون چیزی که ظاهر نمیکنن برای شما. یعنی منافقین در دلشون چون نفاق هست، ایمان نیست. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا. الله میفرماید آنها میگویند اگر برای ما در این امر جنگ نقشی بود ما اینجا کشته نمی شدیم. ما قتلنا هاهنا، حرف ما را کسی گوش نکرد، ما گفتیم بیرون نشیم از مدینه. الله عزوجل میفرماید شما به اینها بگو که این تدبیر شما، این برنامه ریزی شما هیچ وقت شما را از مرگ نجات نمیده. اگر خدا برای شما مرگ را مقدر بکند و بنویسد، هر جا باشید مرگ به سراغ شما می آید، ولو اینکه شما در قلعه های مستحکم و قوی باشید بازم همونجا مرگ می آید. مرگ اگر مقدر بشه از سوی خدای عزوجل می آید. قل لو کنتم فی بیوتکم، به آنها بگو اگر شما باشید در خانه هایتان، لبرز الذین کتب علیهم القتل، البته ظاهر می شود برای آنهایی که نوشته شده قتل، برای اونها قتل می آید الی مضاجعهم، همون رخت خوابهای اونها را، هر جا باشد مرگ می آید، خدا مقدر بکنه میاد. پس الله عزوجل میخواد شما را امتحان بکند، خالص و مخلص را مشخص بکند، منافق و ناخالص را خارج کند. ولیبتلی الله ما فی صدورکم، الله این امتحان را آورد تا که الله بیازماید آنچه که در سینه های شماست. ولیمحص ما فی قلوبکم، تا که خالص بگرداند آنچه که در دلهای شماست. اگر در دلهای شما نفاق را ظاهر بکند، اگر ایمان است و اخلاص است اخلاص را خالص بکند. والله علیم بذات الصدور، الله عزوجل داناست به راز سینه ها، راز سینه ها را میداند. اما الله عزوجل برای بار دیگر اعلام مغفرت می کند، اعلام مغفرت می کند از کسانی که اینجا شیطان اونها را لغزاند، اونها دچار اشتباه شدند، به جای صبر کردن، به جای تحمل کردن، به جای نشستن تا آخرین لحظاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده، اونها زودتر به خاطر غنیمت آمدند. الله می فرماید اینها را شیطان فریب داد، لغزاند، ولی خدا اینها را معاف کرد، چون خداوند عزوجل عالم الغیب هست، علیم بذات الصدور هست، از سینه های اونها می دوند که اینها قصد بدی نداشتند، نیت و اراده نادرستی نداشتند، نفاق نبود در دل اونها، اخلاص بود، ایمان بود. لذا الله می فرماید ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، همانا آنهایی که برگشتند از شما روزی که ملاقات کردند دو جمع، اونهایی که پشت دادند و برگشتند. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جزی نیست که لغزان شیطان اونها را به سبب بعضی آنچه که کسب کردند، همین که با هم اختلاف کردند، خلاف دستور امیر کردند، بعضی ما کسبوا همینه، شیطان اونها را لغزان. ولی اعلام معافیت، ولقد عفا الله عنهم، همانا الله عزوجل معاف کرد از اونها را، خدا اونها را بخشید، اونها بخشیده شدند. این بار دوم اونجا خداوند خطاب کرد خود صحابه را، فرمود ولقد عفا عنکم، ولقد عفا عنکم، کلمات عفو را توجه بفرمایید، لام تاکید، قد تحقیق، البته به تحقیق بدون شک خدا شما را بخشید. اینجا خدا می فرماید ولقد عفا الله عنهم، میگویند شاه می بخشد، شاغلی نمی بخشد، خدا می بخشد، بندگان خدا نمی بخشند، هنوز دنبالشون می کنند. الله می فرماید ولقد عفا الله عنهم، معنیش اینه که توی شکی نیست،
بعضی میگن لام تاکید به معنی سوگند، یعنی قسم به خدا، سوگند به ذاتم که من اونها را بخشیدم. ان الله غفور حلیم، بدون شک خداوند بخشاینده است و الله عزوجل حلیم و بردبار است. الله تعالی زود مؤاخذه نمی فرماید، خدا اونها را مورد عفو قرار داد. لذا خدا که مورد عفو قرار داد، دیگه هیچ که اجازه ندارد که نسبت به اونها لبگشایی کند، نسبت به اونها زبان درازی کند. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا كالذین کفروا وقالوا لاخوانهم. اینجا زجر و سرزنش است برای منافقین. منافقین بعد از اینکه جریان تمام شد، بالاخره تعدادی شهید شدن، خداوند شهادت را نصیبشون کرد، خداوند مستقیم اونا را به بهشت برد. خدا فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، میخواید بدون این اذیتی ها به بهشت برید؟ بهشت با همین مشقت ها به دست میاد. لذا اینجا رنج کشید، یک تعدادی از شما به بهشت رفتند. خداوند اونها را به بهشت برد، شرف شهادت و تاج شهادت را بر سرشون زد. اما بعضی از منافقین بعداً زبانشون بسته نمیشد، همین که میگن چون که چنانچه لکن، اگر اینطور میشد اینطور نمیشد، اگر اونطور میشد این نمیشد، اگر اینا حرف ما را گوش میکرده این همه تلفات نمیدادیم، این شکست را نمیخوردیم، 70 نفر کشته نمیشدن. همین اگر و لکن. خدای عزوجل به مؤمنین میگه شما مثل منافقین نباشید، با اگر مگر کار درست نمیشه. اون چیزی که خدا مقدر کرده اون شد. خدا خواست که مخلصین را مشخص کند و یتخذ منکم شهدا، تعدادی از شما به عنوان شهید بشند برن به بهشت. خدا این خواست، دیگه این انجام شد. الان اگر و چرا فایده ای نداره. گاهی در دنیا هم اتفاقی میفته، مردم جمع میشند، میگه اگر این کار را میکرده اینطور نمیشد. در درجه اسباب تا یک حدی درسته، ولی این اندازه که انسان فکر میکنه تقدیر را با پیشنهادات خودش میتونه عوض بکنه، اینطور هم نیست. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تکونوا کالذین کفروا، شما نباشید مثل منافقین، مثل اون منافقینی که کفر کردند. و قالوا لاخوانهم، اونها به برادرانشون گفتند. برادران کدوم برادران؟ این برادران نسبی بودند، برادران قومی و خویشاوندی بودند، برادران ایمانی نبودند. چون که منافقین از یهود بودند، از بنو قریظه و بنو نذیر بودند، یا از اوس و خزرج هم بودند. بعضی از انصار که شهید شدند در این معرکه، لذا اینها نسبت به اون برادرانش نسبی فامیلی خودشون می گفتند که اذا ضربوا فی الارض، زمانی که اونها رفتند در زمین، یعنی برای جهاد رفتند یا برای مسافرتی می رفتند، او کانوا غزا، یا اگر غزایی بود، غزوی چیزی بود، جنگی بود، می گفتن لو کان عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. این منافقین چی می گفتن؟ اگر پیش ما بودند نمی مردند، کشته نمی شدند. خیلی هم میگه اگر فلانی این سفر نمی رفت این اتفاق براش پیش نمی آمد. اتفاق اگر از طرف خدا مقدر باشه، سفر بره یا نره میشه. لذا الله می فرماید لیجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم. چرا اینو میگن؟ تا که خدا این را به عنوان یک حسرت در دلهاشون قرار بده. این حسرتی شد. الله جواب واقعی را میده. الله می فرماید که موت و حیات به دست من است، والله یحیی و یمیت. الله است که زنده می کند، الله است که می میراند. والله بما تعملون بصیر. خداوند به تمام اعمال شما بیناست، اعمال شما را میبینه، شما چه اعمالی انجام میدهید. لذا الله تعالی میفرماید که اولا شما نگویید اگر نمیرفت در این جهاد شهید نمیشد، اگر این سفر نمیرفت نمیمرد.
نه، موت و حیات به دست خداست. این جواب اول. جواب دوم، اگر شما در راه خدا بروید، بمیرید یا کشته بشید، مغفرتی نصیبتون میشه. چی میخواهید دیگه؟ از این مدالی بالاتر، از این ارزشی والاتر؟ ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر شما کشته بشید در راه الله، او متم یا بمیرید، فلا تحزنوا، غمگین نباشید، ناراحت نباشید. چرا؟ لمغفرة من الله و رحمه، البته که مغفرتی از جانب الله و رحمتی از جانب الله خیر مما یجمعون، بهتر است از آن چیزی که کفار جمع میکنن. مغفرت به شما میرسد از اون مالی که کفار دوستش دارن. این مغفرت بهتر نیست؟ بهتر است. ولئن متم او قتلتم لإلی الله تحشرون، اگر شما بمیرید، موت بیاد از طرف خدا برای شما، یا کشته بشید، در هر دو صورت لإلی الله تحشرون، البته که به سوی خدا جمع کرده میشید، حشر میشید. لذا خدای عزوجل برای شما چیزی مقدر کرده، بعدن قیل و قال نکنید، بعدن اگر و مگر نکنید، از طرف الله آمد، تمام شد. و بعد اینجا خدای عزوجل هم تسلی میده به صحابه که ای صحابه، ای مؤمنان، ای یاران پیامبر، ببینید چه پیامبری که سراپا رحمت و شفقت است به شما خدا داده. خدای عزوجل منت میگذارد، احسان خودش را یاد میکند که چه پیغمبری دارای، چه اخلاقی دارای، چه شمائلی دارای، چه برد و تحمل بالای، بردباری و تحمل بالای من به شما دادم. فبما رحمت من الله لنت لهم، ای حبیب من، ای پیامبر من، به سبب رحمتی از جانب الله تو نرم شدی برای اونها. یعنی خداوند در وجود تو رحمت نهاده. وجود مسعود آن حضرت صلی الله علیه وسلم سراپا رحمت، شفقت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نه تنها رحمت برای مؤمنین، برای عالمیان، چنان شفقتی حتی بر کفار شفقت داشت. دلش برای ایمان کفار می سوخت که ایمان نمی آورند، فردا در جهنم می سوزند. به اندازه که الله عزوجل را گاهی ترحم می آمد که لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو میخوای خودت را به هلاکت بندازی از غم، از پریشانی که اینها مؤمن نیستن، اینها چرا ایمان نمی آورند؟ اینقدر رحمت. لذا الله می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، بسبب رحمتی از جانب الله تو نرمی برای اونها، نرمش داری نسبت به اونها. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر تو بودی تندخو، فظ یعنی چه؟ تندخو، غلیظ القلب، سخت دل، دل سخت و سنگی داشتی، خوی تندی داشتی. لنفضوا من حولک، البته که اینها منتشر می شدن از اطرافت. اما الان مثل عاشقان دور شمع می گردند، به دلیل اینکه خداوند به شما چنان اخلاق کریمانه عنایت فرموده. لذا بر اساس همین اخلاق کریمانه، این اشتباهی که اینها کردن، خدا اینها را معاف کرد، تو هم معاف کن. خداوند به پیغمبرش میگه من معاف کردم، دو بار قبلا خادی ولقد عفا الله عنهم، من معاف کردم، تو هم معاف کن. فاعف عنهم، معاف کن اینها را، و نه تنها معاف کن، واستغفر لهم، برای اینها از الله مغفرت بطلب، برای اینها دعای مغفرت کن همیشه. و سوم، طبق گذشته مشورهشون کن. و شاورهم فی الامر، از اونها در امور مشورت بگیر. و شاورهم فی الامر، دوستان خودت را، همراهان خودت را،
سربازان خودت را مشوره بگیر. ببینید مشوره گرفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم از صحابه معنادار است، چون که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با وحی در ارتباط بود، مستقیم با الله در ارتباط بود. اللهی که عالم الغیب هست، خداوند هر کاری که به ضرر باشه به پیغمبر میگه نکن، هر کاری که به نفع باشه خدا میفرماید انجام بده. پس از آنجایی که رسول الله با الله ارتباط داره، فرشته در وسط واسطه هست، نیازی به مشوره نداره. خدا خودش میگه این کار را انجام بده، این کار را انجام نده. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، هر کاری میکنه بر اساس وحیه. اما الله عزوجل میفرماید با وجود این مشوره بگیر و شاورهم فی الامر. درس بزرگی هست برای تمام کسانی که خودشون را عقل کل حتی میدونند، فکر میکنند که نسبت به تمام اطرافیان بیشتر میدونند، فکر میکنند تشخیص ما تشخیصه، رأی ما رأیه. اونها هم باید مشوره بگیرند، اونها هم از نظر بخواهند. خدای عزوجل نصرت خودش را در جمع گذاشته، در رأی جمع گذاشته. پس اگر در هر جایگاهی بودید، در هر مقامی بودید، سعی کنید کارها را با شورا پیش ببرید، با مشوره پیش ببرید، این بهتر است. ولو اینکه نیاز به مشوره نداری، مثل روز روشن باز هم مشوره بگیر. رسول الله نیاز به مشوره ندارد، عرض کردم با وحی ارتباط دارد، اما بازم و شاورهم فی الامر، از اینها مشوره بگیر. و بعد وقتی که مشوره گرفتی، اتکاعت بر مشوره نباشد، اعتمادت بر مشوره نباشد، اعتماد بازم به ذات الله باشد. صبح درباره توکل عرض کردم، اینجا بحث توکل میاد. توکل این هست که انسان از اسباب کار بگیرد، بعداً به اسباب متکی نباشد، به رب الاسباب متکی باشد. لذا مشوره گرفتن یکی از اسباب است. آقا تو رأیت را بگو، تو نظرت را بگو، همه نظر بدن، بعداً بر اساس نظر اکثریت یا نظر قویتر فیصله میشه. ولی باز هم نگیم این دلایلش خوبه، حتما این نظر خوبه، یا اینا همه یک نظر دادن حتما این نظر. بعد از اون هم توکل باید بر این نظرات نباشه، توکل بر ذات الله باشه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، زمانی که عزم و مصمم بودی برای انجام کاری، پس توکل کن بر خدا. تفسیر جلالین نوشته لا بالمشاوره، توکلتون بر مشوره اینها نباشه، بر الله باشه. ان الله يحب المتوکلین، ای علیه، کسانی که بر الله توکل میکنه خدا اونها را دوست داره. بعضیا توکلشون بر اسبابه، توکلشون بر امکاناتشونه، اما بعضی ها همه چیز دارند، اسباب دارند، امکانات دارند، دارو و درمان دارند، ابزار جنگی دارند، ولی توکلشون بر الله است. الله این گروه را دوست داره. پس اگر میخوایم محبوب الله باشیم، خدا ما را دوست داشته باشه، باید همیشه بر اساس سنت الهی، سنت رسول الله عمل بکنیم، مشوره بگیریم، کار بکنیم، اسباب را به کار ببریم، امکاناتی که در اختیار هست به کار ببریم، ولی توکل بر ذات الله باشه، اون وقت خدا دوست داره. ان ینصرکم الله فلا غالب لكم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. الله عزوجل اینجا میفرماید اگر خدا شما را یاری کند، کسی نیست بر شما غالب بشه. و این یخذلکم، اگر شما را خدا مغلوب کنه، اینجا خذلان به معنی مغلوب شدن است، خذلان ظاهری جلوی دشمن. فمن ذا الذی ینصرکم من بعد از خدا کی یک شما را یاری کند؟ پس به هر صورت توکلتون بر الله باشه. این تأکیده و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این دستور العمل است. توکل مؤمنان فقط و فقط باید بر الله باشه. و ما کان لنبی ان یغل، این
ذکر منت و احسان دوم است. اولی این بود که فبما رحمت من الله لنت لهم، خداوند بر شما لطف کرد چنان پیامبر که سراپا رحمتش به شما عنایت کرد. دوم اینکه این پیامبری هست که این پیامبر از العیاذ بالله خیانت به دور است، کسی فکر نکند. حالا بعضی شأن نزول بیان کردند که در یکی از غزوات چادری گم شد و بعضی منافقین گفته حتما پیغمبر لازم داشته خودشون برداشتن، در حالی که یکی از برده ها برداشته بود، اونم منافقی بود که بعداً کشته شد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که اون آتش، اون چادری که اون برداشته، میبینم که شعله های آتش از کنار اون چادر شعله میزند. بعضی میگن در رابطه با اون جریان است، اما اینجا چون بحث احد است همخوانی ندارد، مطابقت ندارد که ما این را نسبت به اون جریان قرار بدیم. اکثر اهل تفسیر که اهل تحقیقند، مفسرین میفرمایند این سرزنش است برای کسانی که در جبل الرمات بودند. این 50 نفری که اونجا بودند، 40 نفر دستور امیر را گوش نکردند، گفتم بریم. اینا چرا آمدند؟ فکر میکردند که از غنیمت عقب میافتند، دیگه اگر ما نریم جمع نکنیم، هر که جمع کرد مال اونهاست. اونجا در رأس رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. لذا الله عزوجل تذکر به اونها میده که برای هیچ پیامبری سزاوار نیست، شایسته نیست که در مال غنیمت خیانت کنه. غلول خیانت در مال غنیمت یا در اموال عمومی را میگند. یعنی اینطور نیست که جمع بکنم بعداً سهمی برای شما نباشه. شما چرا عجله کردید؟ پس این در واقع تذکری برای اون افراد است، برای اون گروه است که فکر میکردند اگر ما نرویم ما محروم میشیم، به ما چیزی نمیرسد. و ما کان لنبی ان یغل، برای هیچ پیامبری شایسته و سزاوار نیست اینکه خیانت کند. و من یغلل، هر کسی خیانت کند، یأتی بما غل یوم القیامه، اون چی که خیانت کرده میاره روز قیامت، حاضرش میکنه. حتی به اندازه یک تسمه و 2 تا تسمه باشد، تسمه کفش باشد، هم میارد. ثم توفى كل نفس ما کسبت، اونجا جای عدالت هست، به صورت کامل پاداش داده میشه هر نفسی اون چیزی که کسب کرده، و هم لا یظلمون، بر آنها هیچ ظلم و ستمی انجام نمیگیره. یعنی بر اساس عمل کرد اونجا به پاداش میرسن. بنابراین کسی چنین فکری نباید بکند، در ذهن کسی چنین بحثی خطور نکند، اعتماد باید کامل باشه. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله، این تأکید همون مضمون گذشته هست. پیامبری که همواره دنبال رضایت پروردگار هست، آیا این پیامبر در حق این چنین تصوری؟ افمن اتبع رضوان الله، آیا اون شخصیت، اون کسی که دنبال و تابع رضای پروردگار است، کمن باء بسخط من الله، مثل کسی است که رجوع میکنه به خشمی از الله و جایش جهنمه؟ اینا با هم یکیه. اون جهنمی که و بئس المصیر، مذمت جهنم، مرجع بسیار بدی هست، جای رجوع بسیار بدی هست. نه خیر، اینا با هم یکی نیست. هم درجات عند الله، این افراد در رحمت خدا یا در عذاب خدا دارای درجاتی هستند. درجات ای ذو درجات، دارای درجاتی هستند. اما پیغمبر در بالاترین درجات عالیه هست. والله بصیر بما یعملون، خداوند نسبت به بندگان خودش که عمل میکنند خوب بیناست. حال بعد از این 2 تا ذکر منت و احسان، الله عزوجل سومی را ذکر میفرماید. سومی این هست که الله تعالی، این آیه خدمت شما قبلا عرض کردم که 4 بار تکرار شده. در این تکرارش
4 وظیفه برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این آیات بیان شده که اونها را هم تقریبا توضیح دادیم. این بار سوم هست. بار اول 2 بار در سوره بقره بود، بار سوم در سوره آل عمران، بار چهارم در سوره جمعه. الله عز وجل می فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. منت سوم همانا الله تعالی لطف و احسان فرمودن بر مؤمنین، چون که فرستادن در میان اونها رسولی از جنس خودشان، بشریت رسول. هیچ وقت پیغمبر فرشته نیست، پیغمبر همیشه رسول است که دارای این فرایض است. یتلو علیهم آیاته، آیات الهی را بر این ملت تلاوت میکنه و یزکیهم، اونها را تزکیه میکنه از آلایش ها، از شرک، از خباثت، از نفاق، از کفر نجاتشون میده. و یعلمهم الکتاب، کتاب به اونها تعلیم میده، احکام را و الحکمت، تفسیر و تشریح کتاب. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، گرچه قبل از این در یک گمراهی آشکار بودند، یعنی قبل از بعثت پیامبر در گمراهی بسیار ظاهر و آشکاری بودند. اولما اصابتكم مصیبه قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. مجددا موضوع احد، چون که مسلمانان از دلشون آوار نمی شد، دلشون قرار نمی گرفت که عجب شکستی از کجا آمد. اونجا خواندیم که گفتن اینها از چه سمت و سوی به سوی ما آمد. الله تعالی می فرماید از طرف خودتون آمد. اینجا هم همون تکراره. اما الله تعالی اینجا تسلی میده، ضمن این که سرزنش میفرماید تسلی میده که اگر برای شما مصیبتی آمده، از طرف شما برای اونها 2 برابر این آمده. اولما اصابتکم مصیبه، آیا هرگاه به شما مصیبتی برسد شما اینقدر نگران میشید، ناراحت میشید؟ قد اصبتم مثلیها، همانا شما هم به اونها رساندید 2 برابر این. اینجا از شما 70 نفر شهید شدند در بدر دیروز، شما 70 تا از اونها کشتید، 70 تا را اسیر کردید، 2 برابر شد. قلتم ان هذا، شما تعجبا گفتید از کجا آمد این، یعنی شکست از کجا آمد، چیکار کردیم؟ الله تعالی جواب میده قل هو من عند انفسکم، این از طرف خودتون هست. سبب ظاهری عمل کرده خود شما، اما سبب حقیقی از سوی الله. این سبب ظاهری است. ان الله علی کل شیء قدیر، همانا الله بر هر چیزی قادر است. خدا وقتی بخواهد یه چیزی را بیارد برای مسلمانان، امتحانی بیارد، خب در میان خود اونها سستی میاره، ضعف میاره، یه اشکال میاره که اون اشکال سبب میشه. لذا خداوند این را آورد، اما سبب ظاهری عمل کرده خود شما، اما سبب حقیقی اینه، سبب واقعی اینه. لذا تسلیتون بشه، آرامش بگیرید، نگران نباشید. برای بقیه اقوام دنیا هم هر مشکلی میاد از طرف خدا میاد. گاهی پریشان میشیم چرا آخه اینطور شد. شما نمیدونید بعضی از مردم هنوز تسلی نمیشند. آخر در این جمعه چرا برادران ما را مفت شهید کردند؟ چرا؟ چه کار کرده بودند؟ گاهی الله عزوجل شرایطی فراهم میکند که این شرایط برای شما ناگوار است، اما بسیار عاقبت خوبی داره. این عزیزان شما بهترین ها شدند، انشاءالله اینها را خداوند یکی یکی انتخاب کرد و به بهشت برد، اما خیر بسیار بزرگی داره. دهها خیرش را ما میبینیم. همین جریان سبب شد که بیداری بیشتری پیدا شد. بسیاری از جوانان که مقدار فتور آمده بود، سستی آمده بود، ضعف آمده بود، اینها به دین و ایمان نزدیک شدند، به خدا نزدیک شدند،
به مسجد نزدیک شدند، احساسات مذهبیشون بیشتر شد. الله عزوجل یکی را میبرد 100 دیگر را زنده میکند، زندگی دینی میاد، حیات دینی میاد، همبستگی میاد، اختلاف ها حل میشه، دلها به هم نزدیک میشه و از نظر حق و حقوق خیلی پیش میریم، پیشرفت میکنیم. لذا صدها فایده دیگه که در آینده مشخص میشه. لذا الله تعالی همین میفرماید و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، آنچه که به شما رسید در روزی که ملاقات کردن دو جمع، دو گروه، دو سپاه، فباذن الله، باذن الله بود، با فرمان مستقیم خدا. ولیعلم المؤمنین، تا اینکه الله عزوجل ظاهر بفرماید، مشخص کند مؤمنین را و همچنین منافقین را. در خیلی از مسائل مؤمن مخلص مشخص میشه، منافق هم مشخص میشه. اونی که دنبال منافع خودش هست، اونی که دنبال مادیات هست، دنبال حقوق هست، دنبال ارز کنم که جماوری دنیا هست، عزت ظاهری دنیا هست، اونم مشخص میشه، اون صف خودش را جدا میکند. ولیعلم الذین نافقوا، تا که مشخص بکند و معلوم کند آنهایی را که نافقوا، منافق شدند، ظاهرشون با شماست، باطنشون با اونهاست. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، به اونها گفته میشه بیایید بجنگید در راه خدا، آخر جهاد است، دفاع از حریم و کیان مسلمانان است. وقیل لهم، به آنها گفته میشه تعالوا بیایید، قاتلوا فی سبیل الله، بجنگید در راه الله، او ادفعوا، یا بیایید شما دفاع کنید. اونا چه جواب میدن؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ما این را جنگی میدانستیم ما پیروی میکردیم شما را. یعنی چه؟ اینجا چند تا توجیه ذکر کردن مفسرین. بعضی میگویند که اونها میگفتن این جنگی نیست، این خودکشیه، خود را بر دهن در دهن اژدها انداختنه، چرا از خونه ها خارج بشیم؟ بعضی میگن ایراد و اعتراض اونها اینجا هست، یعنون ان ما انتم فیه لخطأ رأیکم لیس بشیء، این چیزی که شما انجام دادید به خاطر خطأ رأی، این کار درستی نیست. ولا یقال لمثله قتال انما هو القاء النفس فی التهلکه، این قتال نیست، این خود را به هلاکت انداختن است، خودکشی کردن است. این تفسیر مدارک این توجیه را آورده که یعنی اونها میگفتند این خودکشی، این جنگ نیست، ما این را جنگی نمیدانیم، اگر جنگی میدانستیم با شما می آمدیم و دیگه نمی آییم. اما شیخ بزرگوار، شیخ رحمه الله، نسبت به سیاق آیه میفرماید که وقتی به اونها گفته میشد بیایید جهاد هست، در جهاد شرکت بکنید، اونها میگفته این جهاد نیست، این فساد، این ظلمه، ما نمیم شرکت نمی کنیم. چون به جهاد ظلم میگویند، خونخاری میگویند، قرآن چی میگه؟ هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، آنها به کفر در آن روز نزدیکتر هستند نسبت به ایمان. ایمان ظاهرشون هست، درونشون سراپا کفره. قرآن هم میگه همینه، یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم، با دهانشون، با زبانشون میگوین اون چیزی که در دلهایشون نیست، در دلهایشون چیزی دیگه هست، خدا بهتر میدونه در دلهایشون چی هست. والله اعلم بما یکتمون، الله بهتر میداند که اون چیزی که کتمان میکنند. خب همینها میگفتند برادران به برادرانشان، اما این برادران دینی نبودن، برادران نسبی، فامیلی، میگفتند اگر اینها حرف ما را گوش میکردن کشته نمیشدند. اگر اونها حرف ما را گوش میکردن، این بیادبی بزرگی بود از طرف منافقین. اگر اونها حرف ما را گوش میکردن نمیرفتن کشته
نمیشد. خداوند ناراضی شد از این جمله. خداوند فرمود اگر اونطور بیایید الان شما از خود مرگ را دفع کنید. قل فدروا عن انفسکم الموت، از خود مرگ را دفع کنید. حالا میگویند که بعدا خداوند مرگی برای منافقین آورد، تعداد زیادی کشته شدند. حتی در بعضی تفسیرها آمده 70 نفر مردند. حالا ما همیشه خدمت شما عرض کردیم معتقدیم عدد 70 یعنی زیاد. تفسیر مدارک نوشته روی انه مات یوم قالوا هذه المقاله، روزی که این سخن را گفتند در اون روز مرد 70 منافقین. چند تا؟ 70، یعنی تعداد زیادی از منافقین. لذا ببین اینها چی گفتن، چقدر بی ادبند، همه چیز را به اسباب میگیرند، از رب الاسباب نمیگیرند. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، این بدل از همون الذين نافقوا است. وليعلم الله وليعلم الذين نافقوا، تا که خدا مشخص بکنه منافقین را کیا هستند. الذين قالوا لاخوانهم، آنهایی که گفتن برای برادرانشون، نسبت به برادرانشون، وقعدوا، خودشون نشستند تو خونه ها، مثل زنها نشستند. نسبت به اونها چی گفتند؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر آنها از ما حرف گوش می کردند، اطاعت می کردند، کشته نمی شدند. الله دستور دادند قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، به آنها بگو ای منافقین پس دفع کنید از خودتان مرگ را اگر راست میگید. اگر راست میگید از خود مرگ را دفع کنید. خب این روایت میگه که اون روز تعداد زیادی کشته شده، مردند. این روایت درست باشه پس مراد از فدروا عن انفسکم الموت همون موتی که در اون روز آمد. اگر غیر این روایت باشه پس معنای آیه این میشه که مرگ وقتی به سراغ شما میخواد بیاد، شما که اینقدر زرنگ هستید جلوی مرگ را میگیرید، پس جلوی مرگ را بگیرید. کی میتونه جلوی مرگ را بگیره؟ هیچ که نمیتونه. اما اونهایی که شهید شدند و اونهایی که شربت شهادت نوشیدند، اونها مثل بقیه مرده های معمولی نیستند. اونها ویژند. خداوند عزوجل در عالم برزخ به اونها یک حیات خاص داده، چنان حیاتی که اونجا پیش پروردگار رزق میخورند، از رزق بهشت اونها حاصل میکنند، در خوشی اند، در شادی اند، در عیش و نوش هستند. لذا اونها مثل بقیه مرده ها اصلا نیستند. افتخار برای کسی که در راه الله شهید بشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، هرگز شما گمان نکنید آنهایی را که کشته شدند در راه الله امواتا، مرده یا مرده های معمولی، اونا که مردند از جهت موت. اطلاق موت بر اونها میشه، زنهایشون میتونه ازدواج کنن، مالهایشون تقسیم میشه و تمام احکام اموات بر اونها چی میشه؟ نافذ میشه. اما مرده معمولی نیستند. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکه اینها زنده هستند، نزد پروردگار رزق داده میشوند. اینها در عالم برزخ همونطوری که قبلا در سوره بقره عرض کردم یک زندگی ویژه‌ای دارن نسبت به بقیه اموات. اینها زندگیشون خاص‌تره، ویژه‌تره. توضیح این زیاد نمیشه این را توضیح داد، مربوط به عالم غیب است، به اندازه‌ای که در حدیث آمده توضیح دادم که ارواح اینها در کالبد پرندگان سبزرنگ و زیبارویی قرار میگیره. این پرندگان در قنادیلی، قندیل‌های، لانه‌ها و جاهای بسیار زیبا و خوبی زیر عرش پروردگار جای میگیرند و هر وقت که دلشون میخواد تسرح من الجنه، در بهشت سیر میکنند و در بهشت میگردند. پس اینها
حیاتشان ویژه هست، خاص است در اون برزخ. فرحین بما آتاهم الله من فضله، خوشحال و شادان هستند به آنچه که الله به اونها از فضل خودش داده. این یک شادی برای خودشون و یک شادی نسبت به ملحقین، اونایی که بعدا به اونها ملحق میشند. منظور کدوم ها هستند؟ بعضی میگویند اون کسانی که بعدا مثل اونها شهید میشوند. هم الشهداء الذين یأتونهم بعد من اخوانهم المؤمنین. نسبت به اون شهدا هم خوشحالند که این شهدا وقتی که شهید بشند و کشته بشند اینها میان در بهشت. همه ما چنین جایی داریم. اما قول دوم اینه که وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. این شهدا شادند و خوشحالند برای مؤمنین، چون شهدا همه ما یقین داریم، علم الیقین هست که این مسیری که ما داریم، مسیر دین، مسیر ایمان، مسیر توحید، این مسیر بهشته، مسیر نجاته. اما علم الیقین داریم. شهدا وقتی که اونجا میرن میبینند، اونها از علم الیقین به چی میرسند؟ به عین الیقین میرسند. اونها دیگه با چشم میبینند. اونها که با چشم ببینند، بعداً برای ماها که پشت سرشون هستیم و فردا با موت شهادت یا با موت طبیعی ملحق میشیم و به جهان آخرت میریم، برای ما خوشحال هستند. خوشحالند از این جهت که این مسیری که ما داریم، این راهی که ما داریم، این راه حق است. منظور از یستبشرون میفرماید الاشاره بالاستبشار الذين لم يلحقوا بهم الى جميع المؤمنين وان لم يقتلوا. منظور برای همه مؤمنین خوشحالند، گرچه اینها که بعداً هستند کشته نشوند. ولكنهم لما عاینوا ثواب الله، اما این شهدا وقتی که میروند اونجا اجر و پاداش های الهی را میبینند، وقع الیقین بان دین الاسلام هو الحق الذي یثیب الله علیه. اونجا دیگه به این باور و عین الیقین میرسند که دین اسلام دین حق است، دین توحید دین حق است. خدا بر همین دین انسان را اجر و پاداش میده. لذا اونجا نسبت به ماها، نسبت به خویشاوندان مؤمن خودشون، نسبت به پدران و برادران خودشون خوشحال و شادن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا، آنها شادی میکنند، خوشحالند، سرور، اظهار سرور میکنند نسبت به اونهایی که لم یلحقوا بهم من خلفهم، اونهایی که ملحق نشدن به آنها پشت سرشان. چی میگویند؟ الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این که بر آن مؤمنان هیچ خوفی نیست و اونها هیچ غمی هم نخواهند داشت برای ترک دنیا. دنیا را با این زرق و برقش ترک بکنیم هیچ جای غم نیست، چون به دنیای بهتری وارد میشیم، به ناز و نعمتهای بهتری. یستبشرون بنعمت من الله و فضل، اونها شاد هستند، خوشحال هستند و طلب بشارت میکنه. یستبشرون، شما میدونید سین به معنی طلب میاد، طلب بشارت میکنه، یعنی اونها تقاضا میکنن این پیام ما را، این خوشخبری و مژده ما را به مؤمنین برسانید. خدا هم میرسونه، همین در قرآن به ما رسونده. این اعلامی است از سوی پروردگار که اون برادران شما که شهید شدن داره اینطور میگند. لذا یستبشرون بنعمت من الله و فضل، اونها اعلام بشارت میکنن و طلب میکنن که مژده ما برسد. به چی؟ به نعمت من الله، که خداوند بر ما نعمت فرمود و فضل فرمود. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و به این مطلب مژده میدهند، خوشخبری میدهند که ای مؤمنین، ای مسلمانان، در دنیا هرچی که عمل کنید اجر مییابید، چون که خداوند اجر مؤمنان را ضایع نمیفرماید. و ان الله، یعنی بشارت به این مطلب که ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اینجا
اشاره هست به بعضی از دیگر از رشادت های صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم و مسلمانان. بعد از اینکه عرض کردم خدمت شما در احد این شکست ظاهری شد و این تعداد از مسلمانان شهید شدند، 70 نفر شهید شدند و زخمی ها زیاد بودند، اکثرا زخمی شدند. حتی خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندیم که هم زخمی شدند. اما بعدا وقتی که بار دوم حمله شد و کفار گریختند، فرار کردند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم احساس خطر کردند که وقتی کفار به ذهنشون نرسه که الان، چنانچه بعدا هم به ذهنشون رسید، به ذهنشون نرسه که حالا ما توانستیم تعداد زیادی از مسلمانان را شهید بکنیم، دوباره نیاند حمله نکنند. به این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میخواست، این یک تاکتیک جنگی است، میخواست نشون بده که ما روحیه من بالا هست، ما هنوز روحیه جنگی داریم، روحیه مبارزه با شما داریم. کفار که رفتن، آن حضرت فرمود که یه تعدادی از ما میریم اینها را تعقیب میکنیم، اما فرمودن فقط کسانی که در جنگ با ما همراه بودند. اینجا دیگه برای صحابه خیلی سخت بود، تازه ضربه خورده بودند، شهید داده بودند، زخمی بودند، هنوز جنازه ها گذاشته بود، هنوز جنازه ها را دفن نکرده بودند. دستور رسید، فوراً لبیک گفتند. اما اونهایی که توانستند و شرایط را داشتند 70 نفر بودند. بعضی از منافقین عبدالله ابن ابی اینا چون خجل و شرمنده بودند، چون همراهی نکرده بودند، گفتن ما میایم. رسول الله اجازه نداد، گفتن نه، فقط همین اصحاب احد بیاند، دیگه کسی نیاد. لذا تعدادی رفتن تعقیب کردند مشرکین را و اینها تا حمراء الاسد رفتن. این منطقه بود 8 میل فاصله داشت از احد، تا حمراء الاسد رفتند. ابو سفیان و اینها وقتی که متوجه شدند، اونها مقداری ترس در دلشون آمد و اونها رفتند، ترسیدند. اما اونها رفتند در یه جایی که استراحت بکنن، محلی بود به نام روحا. اون روحا تقریبا 36 میل فاصله داشت. اونجا که روحا رفتند و با هم صحبت کردند، بعضی از اونها گفت در همون مشوره که ما دیوانگی کردیم، ضربه مهم را زدیم، بهترین افرادشون را کشتیم، شهید کردن دیگه. سیدنا حمزه، عبدالله ابن جبیر، مصعب ابن عمیر، هر یکی سرداری بود از سرداران و جوانان اسلام. لذا ما کاش می رفتیم. ابو سفیان گفت پس کاری نداره، الان برمی گردیم، کار را یک سر می کنیم، مدینه را هم فتح می کنیم، هرچی که باقی مانده اسیر می گیریم، می کشیم، تمام می کنیم. گفتند خوبه. یکی از اونها به نام صفوان ابن امیه، او گفت نکنید این کار را، یک شیرینی به شما رسیده تلخش نکنید، اونها خیلی روحیه دارند، اونها قدرت دارند، اونها ما را شکست میدند. لذا ما باید بریم به مکه. او وقتی که گفت همه همتشون سست شد و از اونجا رفتن. اما ابو سفیان فردی را به نام نعیم ابن مسعود یا نعیم ابن مسعود به او گفت که شما وقتی میری اونجا مسلمانان را دیدی، بگو ابو سفیان لشکر بسیار عظیمی بر علیه شما هم آماده کرده، بترسان، تا که بالاخره روحیهشون بیشتر ضعیف بشه. اما بعضی میگن نه، این بعد از 1 سال در بدر صغرا، چون بعد از این که ابو سفیان رفت، پیغام داد سال بعد در همون ایام بدر، روز بدر، در
همونجا ما دوباره با هم می جنگیم، ما انتقام کشته هایمون را می گیریم. آن حضرت رفت اونجا این پیغام را فرستاد. بعضی میگن به صحابه گفته شد اون لشکر بسیار خطرناکی داره جمع میکنن، 5000 نفر. وقتی که این را گفتن صحابه بدون اختیار گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. چنانچه اینجا آمده. بالاخره اونجا هم صحابه رفتند، در بدر منتظر شدند. ابو سفیان وقتی دید اینا نمی ترسند و آمدند، اونا اصلا نیامدند. از بعضی میگه از مکه خارج شد، از همونجا برگشتند، ترسیدند، چون یک بار تجربه کرده بودند جنگ در بدر را. بالاخره صحابه چند روز اونجا منتظر ماندند. کاروان تجاری از یک جا آمد، تجارت کردند، سود بزرگی گیرشون آمد، از اونجا برگشتن. اون سال بعد بود. لذا این آیات با هم آمده. بعضی میگه آیه اول درباره حمراء الاسد، دومی درباره بدر صغری است که سال بعد شد. بعضی میگن نه، ادامه همون حمراء الاسد که از روحا اونها تصمیم داشتن. علی ای حال مهم اینه، الان مربوط به چه زمانی، مهم اینه که روحیه یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم چنان قوی بود. الله می فرماید الذین استجابوا لله والرسول، آنهایی که اجابت کردن برای الله و رسول خدا، اجابت کردن در اون شرایط سخت. حتی در سیرت بعضی از صحابه می آید که وقتی رسول الله رفتن به طرف حمراء الاسد، یکی از صحابه داشت پسرعمویش را، جنازهش را میبرد که دفنش بکنه. گفتن رسول الله دستور داده میریم به طرف مشرکین. اون به کسی دیگه گفت شما زحمت بکش، پسرعمویم را ببر دفن بکن، من میخوام همراهی بکنم. تا این اندازه رشادت از خودگذشتگی. الله می فرماید الذین استجابوا لله والرسول، آنهایی که اجابت کردن بنابر دعوت الله و رسول، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه به آنها ضربه خورد، زخم خورد در احد. الله می فرماید للذین احسنوا منهم، برای آنهایی که اخلاص دارند از اینها، احسنوا ای اخلصوا، واتقوا، آنهایی که از الله می ترسند، برای آنها اجر عظیم است. اینها اجر عظیم را از پروردگارشون دریافت می کنند. الذین قال لهم الناس، آنهایی که مردم به آنها گفتند، همین نعیم ابن مسعود الاشجعی به آنها گفتند ان الناس قد جمعوا لكم، همانا مردم یعنی قریش مکه، ابو سفیان جمع کرده برای شما لشکر جراری، فخشوهم، بترسید، فزادهم ایمانا، این تهدید در ایمان اونها افزود، ایمان اونها را بیشتر کرد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن حسبنا الله، الله ما را کفایت میکنه و الله بهترین کارساز است. این تاکتیک همیشگی دشمن است. مسلمانان را، مؤمنان واقعی را، مجاهدان را همیشه میترسانند. دشمن خیلی قویه، چنان اسلحه‌ای داره که این اسلحهش کنترلی هست، تو غاری باشی، تو سوراخی باشی، همونجا هم میاد اسلحهش میزنه. اینطور میکنن. بعضی وقتا تبلیغات هم هست، بلوفه، واقعیت هم نیست. چنان تبلیغات میکنن که دیگه مجاهد بترسه، مسلمان بترسه. ولی روش صحابه اینه، هر چقدر شما را میترسونند، هر چقدر از قوت دشمن، فوقش مرگ دیگه، غیر از مرگ چیزی نیست. همیشه میگیم اگر مرگ اینجا نباشه فردا تو جاده تو تصادف هست. بالاخره از مرگ بالاتر از سیاهی رنگی نیست، بالاتر از مرگ حالی نیست. نباید انسان سست بشه از رعب دشمن، از امکانات دشمن. وقتی که صحابه را ترسوندند، اون چیزی که قرآن به عنوان یک الگو برای من و شما نقل و روایت می فرماید، اینه که اونها در مقابل گفت حسبنا الله و نعم الوکیل، الله ما را کفایت میکنه.
و بهترین کارساز است. معلوم میشه که این جمله هم جمله پسندیده ای هست. این جمله را همیشه ورد زبان بکنیم، هم قلب ما تقویت میشه و هم دشمن را الله عزوجل دفع میکنه، الله ما را نصرت میکنه. الله میفرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، اینها برگشتند با نعمتی از جانب الله. اونجا تجارتی بود، سودی بود و فضلی، یعنی ثوابی هم بهشون رسید، مال هم بهشون رسید. لم یمسسهم سوء، به آنها کوچکتری ناگواری نرسید. واتبعوا رضوان الله، و در این مهم اونها پیروی کردند از رضای پروردگار. والله ذو فضل عظیم، الله عزوجل دارای فضل عظیم هست، دارای فضل بسیار بزرگی هست. و الله می فرماید این کسی که شما را از دشمن می ترساند، از غیر الله می ترساند، از مخلوق می ترساند، این دوست شما نیست، دشمن شماست، شیطانه. نترسید. انما ذالکم الشیطان، جزی نیست که این شیطان است که یخوف اولیاءه، می ترساند از دوستان خودش. فلا تخافوهم، شما از اونها نترسید. و خافون، فقط از من پروردگار بترسید، از نافرمانی من بترسید، از اونها نترسید. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن واقعی هستی. ایمان اقتضا می کند، ایمان تقاضا می کند فقط و فقط از پروردگار بترسید. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا. حالا اینجا هم تسلی هست همراه با تخویف اخروی. اینهایی که اینجور زود به سوی کفر می روند، از احوال متأثر می شوند، منافقین، کفار، رفتن اینها به سوی کفر شما را حزین نکند، شما را غمگین نکند. اینها کسانی هستند که خدا برای اینها هیچ سهمی در آخرت مقدر نکرده، اول و آخر سهمشون در همین دنیاست. لذا الله می فرماید ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، شما را غمگین نکند، شما را پریشان نکند آنهایی که یسارعون فی الکفر، به سوی کفر از همدیگه پیشی میگیرند، چون که ایمان نیست به سوی کفر میروند. انهم لن یضر الله شیئا، همانا آنها هرگز ضرر نمیرسانند به الله، یعنی به دین الله هیچ چیزی. اما در عالم تکوین خدای عزوجل برای اینها هیچ سهمی نگذاشته، سهم اخروی. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، الله تعالی میخواهد قرار ندهد برای اونها سهمی در آخرت، هیچ سهمی برای اونها در آخرت قرار نمیدهد. ولهم عذاب عظیم، برای اونها عذاب بسیار عظیم هست، اینها که به سوی کفر میروند. و تعمیم بعد از این تخصیص الله می فرماید نه تنها اینها، هر کسی. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، اونهایی که اختیار میکنن کفر را در مقابل ایمان، انتخاب میکنن کفر را در مقابل ایمان، لن یضر الله شیئا، تمام دنیا باشد، هرگز به خدا و یا به دین خدا ضرر نمیرسانند. ولهم عذاب علیم، اونها عذاب دردناک خودشون را میچشند، تحمل میکنند. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. حالا سوال اینجاست که اینها را که خدای عزوجل عذاب میده، به کیفر اعمالشون میرسانه، چرا خدا اینها را مهلت میده، در همین دنیا نابودشون نمیکنه؟ خداوند حکمتهایی در نظر دارد که اینجا اشاره فرموده به بعضی از اون حکمت. الله تعالی می فرماید اینکه ما زود دشمنان خودمون را، کفار را مؤاخذه نمی کنیم، با وجودی که اونها کفر می کنند، شرک می کنند، نفاق دارند، ظلم می کنند،
خدا میخواد بیشتر میدان به اونها بده، میدان اسم، میدان معصیت، میدان گناه، تا جرائمشون بیشتر بشه. گاهی دولت مجرمی را میبیند ولی فوراً او را بازداشت نمیکنه، میذاره که بیشتر جرم بکنه تا پرونده تکمیل بشه، عین سر جرم دستگیرش میکنه. لذا مهلت خدا هم برای این است که لیزدادوا اثما. الله میفرما ولا یحسبن الذین کفروا، نپندارند، فکر نکنند، گمان نکنند کسانی که کفر کردند، انما نملی لهم. این انما نملی لهم به تاویل مفرد فاعل لا یحسبن، این که ما اونها را مهلت میدهیم یعنی املاء ما، مهلت دادن ما، خیر لانفسهم، خوب است برای اونها. این مبتدا و خبر فاعل میشه. فکر نکنند که این خوب هست برای اونها. ببخشید فاعل الذین کفروا است. ولا یحسبن الذین کفروا، اما انما نملی لهم خیر لانفسهم، این مفعول است. این که ما مهلتشون میدهیم خیر هست برای اونها، نه، فکر نکنن. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. امهال ما، مهلت ما، فرصت دادن ما برای این هست که گناهانشون بیشتر باشه. هرچی که بیشتر فرصت داده بشن بیشتر گناه، تجاوز. ولهم عذاب مهین، برای اونها از عذاب ذلت بار است. خب ببینید دو چیز اینجا ما میبینیم. یکی به کفار خدای عزوجل روز به روز بیشتر میدان میده، بیشتر فرصت میده. از طرف دیگر مؤمنان روز به روز بیشتر در امتحان و ابتلا هستند. حکمت هر دو را بیان میفرماید الله. اینکه به کفار مهلت داده میشه تا تعدیشون، جنایتشون، ظلمشون بیشتر بشه. اما اینکه به مؤمنان، برای مؤمنان مشکلات هست، الله میفرماید این مشکلات برای این هست که خداوند میخواهد خوب را از بد جدا کند، خبیث را از طیب جدا کند، منافق را از مؤمن مخلص جدا کند. این برای این است. ما کان الله لیذر المؤمنین. حالا این جواب سوال مقدر است که چرا خداوند پس مؤمنین را مورد امتحان و آزمایش قرار میده. الله میفرماید که مؤمن و منافق که با هم مخلوط هستند جدا بشند. ما کان الله لیذر المؤمنین، خداوند نیست که به همین حال بگذارد مؤمنین را علی ما انتم علیه، بر همون وضعیتی که شما هستید، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتی که جدا کند خبیث را از طیب، یعنی مشرک و منافق را از مؤمن مخلص، اینها را خدا جدا بکند، متمایز بکند. حالا سوال اینجاست که خب یک صورت جدا کردن اینه که خداوند اعلام بفرماد به پیامبرش ای پیامبر من لیست منافقین اینا هستند، فلان فلان فلان، اینطور بهتر مشخص نمیشه، جدا نمیشه؟ الله میفرماید از اخبار غیب همه را خدا به شما نمیگه. خیلی از چیزا هستند اینا از مباحث غیب هستند. بعضی از اخبار را خدا به پیغمبرانش اطلاع میده، وحی میکنه، ولی همه را نه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند شما را، اینم جواب سواله، چرا خداوند علامت اونها را یا احوال اونها را یا اسامی اونها را به ما نمیگه؟ الله مالوسین جا نوشته ان المؤمنین سألوا ان یعطوا علامتا، مؤمنین خواستن که خدا به اونها علامتی بده که یفرقون بها بین المؤمن والمنافق، بین مؤمن و منافق جدا بکنند، مشخص کنند کدوم مؤمنه. الله می فرماید و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند شما را اطلاع بر غیب نمیده. خدا میخواد به وسیله امتحان مشخص بکنه. اونی که مؤمن خالص باشه در امتحان موفق میشه، اونی که منافق باشه شکست میخوره، جا خالی میده. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، اما الله عزوجل انتخاب میکند، یجتبی بالاطلاع، از پیامبرانش کسی را که بخواد. به بعضی پیامبران بعضی از اخبار را اطلاع میده، چنانچه نهایتا اسامی منافقین را الله به رسول الله فرمودند،
رسول الله میدانستن ولی برملا نکردن. رسول الله به یک صحابی حضرت حذیفه اعلام فرمودن. لذا الله عزوجل می فرماید حالا شما دنبال این نباشید که علائم منافقین به شما گفته بشه یا اسامی منافقین به شما گفته بشه یا اینکه بالاخره مشخصات اونها. شما به خدا ایمان بیاورید، ایمان شما خودتون مخلص باشید، شما به فکر خود باشید. فآمنوا بالله و رسوله، پس شما ایمان بیاورید به الله و رسول خدا. و ان تؤمنوا و تتقوا، اگر شما با اخلاص ایمان بیاورید و تقوا و خدا ترسی داشته باشید، فلکم اجر عظیم، برای شما چیه؟ اجر و پاداش بسیار بزرگ هست. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. حالا بعد از موضوع جهاد موضوع انفاق است. یکی از مسائلی که باعث رشد جهاد میشه و تقویت جبهه مسلمانان میشه انفاق است. اما بعضی هستن بخل میکنن، بالخصوص منافقین. الله عزوجل میفرماید کسانی که بخل میکنند، کسانی که حق خدا را نمیدهند، کسانی که زکات نمیدهند. بعضی میگه این آیه درباره زکات است، بعضی میگه انفاق در راه خدا، جهاد. کسانی که زکات نمیدهند، در راه خدا انفاق نمیکنند، فکر نکنه این بخل به نفعشون هست، مالشون محفوظ میماند، مالشون تو بانک میماند و خرج نمیشه. نه، همین مال فردا توقی میشه برگردنش. این مال خودش را به گردن او میپیچد و او را خفه میکند. ولا يحسبن الذين يبخلون، نپندارند، گمان نکنند آنهایی که بخل میکنند بما آتاهم الله من فضل، به اون چیزی که خدا داده به اونها از فضل خودش. هو خیر لهم، فکر نکنه این بخل، هو ای البخل، این بخل خوبه برای اونها. نه، این بخل یک صفت بسیار بدی هست. بل هو شر لهم، این بخل خیلی بد است برای اونها. چرا؟ چون نتیجه این بخل، ثمره اخروی بخل را بشنوید. سیطوقون ما بخلوا به، عن قریب توق داده می شوند آنچه که بخل کردن به وسیله آن در روز قیامت. یعنی چه؟ یعنی اون مالی که با اون مال بخل کردن، اون مال توقی برگردن اونها میشه. خب حالا یک معنیش اینه که فردا به خاطر اون مال گرفتار میشوند، فردا به خاطر اون مال مؤاخذه میشوند، عذاب داده میشوند. توقی بگردن به این معنی هست، معنی کنایه، معنی مجازی. اما بسیاری از مفسرین و اکثر مفسرین میگویند با توجه به اینکه روایت صریح است، این به معنای مجازی و کنایی نیست، به معنی حقیقی است. به معنی چیه؟ حقیقی هست. این آیه بر ظاهرش حمله، به ظاهرش حمله. به چه معنی؟ ببینید حدیثی که میخوانیم، اون حدیث تفسیر این آیه هست. اون حدیث اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود من آتاه الله مالا، هر کسی که خدا به او مال داده، فلم یؤد زکاته، زکات مال را ادا نمی کند، مثل له ماله شجاعا اقرع، این مال به شکل چی در میاد؟ به شکل اژدهای تاس. شجاع اقرب و اژدهای بزرگ و مار بزرگ تاس، به اون ماری گفته میشه که از بس که زهرش قوی هست، اون سم درونیش قوی هست، حتی موهای خودش را ریخته، سرش تاس شده، از بس که اون زهرش قوی هست برای سر خودش موی باقی نمانده. له زبیبتان،
دو تا خال سیاه بالای سرش داره، این وحشت شکلش را میرساند، بسیار وحشتناکه. یطوقه یوم القیامه، در روز قیامت همین مال که تبدیل به مار شده میاید به گردن این مجرم میپیچد خودش را. یأخذ بلهزمتیه یعنی شدقیه، این دوتا کناره دهنش را از دو طرف میگیرد و میکشد، دهنش را پاره میکند. یقول انا مالک انا کنزک، میگوید من مال تو هستم، من خزانه تو هستم. رسول الله این را فرمود. ثم تلا هذه الآیه، بعدا همین آیه را خواندن. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. این روایت در بخاری آمده. پس الله عزوجل می فرماید که در روز قیامت این مالی که به وسیله اون مال بخل کرده، این مال توقی میشه به گردنش و او را شکنجه میده، او را نیش میزنه، او را عذاب میده. خب پس واقعا سخت برای کسانی که زکات مالشون را پرداخت نمی کنند. و بعد الله عزوجل حماقت بخیل را ذکر میکنه. بخیل چقدر احمقه. اگر این مال را تو ندهی در راه خدا، فردا با خودت میبری تو قبر، میبری به آخرت نه. همه اینها برای خدا میمانه. ولله میراث السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است میراث آسمان ها و زمین. والله بما تعملون خبیر، ترغیب به اخلاص است. اگر خرج کنید خداوند به اون چی که شما عمل میکنید خبر داره. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اینجا زجر و سرزنش، زجر و سرزنش هست برای همین نوع بخلا. بعضی از این بخلا که خودشان را ملا می دونستند، عالم می دانستند، مثل اهل کتاب. اینجا زجر بر یهود است. الله عزوجل کلمات بسیار زیبایی برای تشویق دارد. اگر این کلمات را حتی همون بخیل، به شرطی که ذره از ایمان باشد در درونش، همون بخیل بشنود، اون خود به خود جیب شل میشه، دستش کار میکنه که بده در راه خدا. مثلا همین جمله شما ببینید، ولله میراث السماوات والارض. تو امروز نده، تو بانک ها میلیاردها انباشته کردی، فردا میمیری، این میراث برای خدا میماند. خب انسان فکر میکنه که درسته، حرف حقه. بعد چیکار میکنه؟ میگه پس چیزی برای آخرتم بدهم. این مسائل باعث چی میشه؟ تشویق میشه. یا آیه دیگری که درباره اون آیه این آیه نازل شد، خداوند فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. ای مسلمانان، کیه که به خدا قرض الحسنه بده، وام بده، بعدن خدا به اندازه وامش نمیده، چند برابر میده. هر مسلمانی که ذره ایمان داشته باشه و به آخرت باور داشته باشه، یقین داشته باشه، او تشویق میشه، میگه من اینجا 1,000,000 تومان میدم، خداوند چند برابر در آخرت به من میده، در دنیا هم به من میده. قرض الحسنه خدا در هر دو دنیا برمیگردانه. پس این کلمات کسانی را که ایمان در درونشون باشد، این کلمات اونها را تشویق میکنه، ترغیب میده به سوی دادن در راه خدا. همین آیه نازل شد، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. اما کسانی که ایمان ندارن مثل یهود، اونها مسخره کردن. علماء یهود چی گفتند؟ گفتند که خداوند فقیر شده، هیچی نداره، ما داریم، ما غنی هستیم، ما سرمایه داریم، خدا فقیر هست. وقتی این آیه را شنیدند مسخره کردن به آیه. الله عزوجل می فرماید این کفرگوییشون را خدا نوشت.
خدا شنید یعنی چی؟ یعنی خدا ثبت کرد. خدا شنید به این معنی که خداوند عزوجل دستور داد بنویسید، این کفریاتشون را بنویسید که فردا باید جواب بدهند. لقد سمع الله قول الذين قالوا، همانا شنید الله قول آنهایی را که گفتند ان الله فقیر و نحن اغنیا، همانا الله فقیر است و ما غنی هستیم، ما پول داریم. الله می فرماید سنکتب ما قالوا، اینجا سین برای تأکید است، حتما ما می نویسیم، حتما دستوری نوشتن میدیم. سنکتب ما قالوا، الله می فرماید حتما ما می نویسیم آن چیزی را که اینها گفتند، نه تنها این کفرشون را، بقیه کفریات اینها را با هم قرار میدیم. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و کشتن آنها انبیاء را که بنا حق کشتند اونها را هم ما می نویسیم. و نقول ذوقوا عذاب الحریق، ما به اونها میگیم بچشید عذاب سوزان را، عذابی که شما را بسوزاند بچشید. ذلك بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این عذاب برای چی هست؟ عذاب ظلم نیست، عذاب نتیجه عمل کرده. این به سبب این است که بما قدمت ایدیکم، اون چیزی که شما انجام دادید، دستهای شما انجام داده. و ان الله لیس بظلام للعبید، و خداوند ذره ظلم نمیکنه برای بندگانش. این ظلم خود شماست، این عمل کرده خود شماست، بر خود دارید. و الله عزوجل می فرماید اینها چرا صدقه نمیدهند؟ ببینید یهودی ها یک مطالبه معاندانه داشتند، یک مطالبه معاندانه داشتند که همراه با عناد و تعصب بود. اونها می گفتند که در دین ما این بوده که هر کسی صدقه می دهد، اما علامت قبولیت صدقهش اینه که آتشی از آسمان میاد و او را میخورد. او دیگه اون خود به خود روی یک تپه بلندی جایی میگذاشتند، وقتی که قبول میشد آتش میآمد دیگه او را میخورد، این صدقه قبول شد. ما در صورتی صدقه میدیم که صدقات ما در دین شما این چنینی باشد، تأکله النار. الله عزوجل می فرماید، خب این در ادیان گذشته بود، خداوند می فرماید که شما اگر چنین پیامبری بیاید هم شما ایمان نمی آورید، هم صدقه نمی دهید، به دلیل اینکه پدران شما در اون زمان بودند. همین پیامبرانی که در شریعت اونها صدقات به این صورت خورده میشد و برده میشد، اون پیامبران را پدران شما کشتند، شهیدشون کردند. خیلی از پیامبران را پدران همین بنی اسرائیل مثل حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت یرمیا، حضرت یسعیا، اینا را مگه شهید نکردند؟ خب حالا شما بگید که اینها که نکردن، این یهود موجودین نبودن، پدرانشون بودن، ولی اینها پدرانشون رو تایید میکنند، همیشه سنگ اونها رو به سینه میزنند، همیشه افتخار میکنن که از اولاد اونها هستن، پس گویا کاری اونها را هم چی دارند؟ تایید میکنن. الله میفرماید الذين قالوا، کی این حرفا را گفت؟ کی این کفرگویی را داشت؟ و چه کسانی هستند که روز قیامت به عذاب حریق گرفتار می شوند؟ اینها الذين قالوا، آنهایی که گفتند ان الله عهد الینا، همانا الله عزوجل عهد فرموده به سوی ما،
یعنی چی؟ به ما دستور صریح داده الله نؤمن لرسول، عهد اینجا به من توصیه، دستور به ما توصیه کرده، به ما دستور داده که الله نؤمن لرسول، این که ما ایمان نیاوریم برای هیچ رسول، به هیچ پیامبری، حتی یأتینا بقربان تأکله النار، حتی اون پیغمبر چنان باشد مثل پیغمبران ما، بیاورد برای ما چنان قربانی که آتش او را بخورد. یعنی در دین اون پیغمبر صدقات را آتش بخورد. خب این در گذشته یکی از دلایل قبولیت صدقات بود. حالا شما بپرسید که الان چرا نیست؟ ببینید الان که الله عزوجل بندگان خودش را اضافه کرده و تا قیامت این دین هست، الله عزوجل میخواهد از این مالی که شما صدقه میکنید، از این مالی که در راه او مصرف میکنید، به بندگان برسد، به بندگان نفعی برسد، به بندگان خیری برسد. لذا حالا نفع در این هست که این مال را بده به یتیم، به فقیر، به بیوه، به مسکین، به کسی که ندارد. این منفعتش بیشتر از این که آتشی بیاد او را بخورد. لذا الله تعالی می فرماید قل قد جاءكم رسل من قبل بالبینات، ای پیامبر به اینها اعلام بکن همانا پیش شما آمد رسولی، پیامبرانی قبل از من با دلائل و معجزات آمد. و بالذی قلتم فلم قتلتموهم، اون چیزی که شما میگویید شما قبول دارید همون پیغمبری را که چی؟ که اون پیغمبر چنین قربانی داشته باشد، چنین علامتی داشته باشد. خب به اون چیزی که خودتون میگید فلم قتلتموهم، چرا اونها را کشتید این کنتم صادقین، اگر راست میگید؟ اینها الله میفرماید راستگو نیست، اینا دروغ میگن. فان کذبوک، این تسلی برای رسول الله است، ای پیامبر من، ای نبی محبوب من، اگر تو را تکذیب کردند، فقط کذب رسول من قبلک، همانا قبل از تو هم پیامبران زیادی تکذیب شدند. اون پیامبران هم مثل شما معجزه داشتند، دلائل داشتند، کتاب داشتند و صحیفه داشتند، ولی هیچ یکی نه از کتابشون مانع تکذیب شد نه معجزاتشون. بس اینها دروغ میگویند، پدران اینها تکذیب کردند. جاءوا بالبینات، آن پیامبران همراه با معجزات آمدن، و الزبر همراه با صحیفه ها آمدن، و الکتاب المنیر همراه با کتاب های روشن آمدن، کتاب آوردن برای مردم، راه و رسم نشان دادند، ولی اینها ایمان نیاوردند. پس این که میگویند ما در صورتی صدقه میدیم که آتش بخورد، دروغه. اینا بخیل، اینها نخواهند داد. کل نفس ذائقة الموت، خداوند عزوجل بعد از موضوع انفاق مجدد موضوع چی را مطرح میفرماید؟ جهاد را. این محض جهاد است. کل نفس ذائقة الموت. بسیاری به جهاد نمی روند، می ترسند که کشته میشند. خب نروند، بعدا نمی میرند، بعدا هم می میرند. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی موت را می چشد، چشنده موت هست، چه در بازار باشد، چه در میدان جنگ باشد، چه در خانه باشد، چه در سفر باشد، هر جا باشد. وقتی که موت برسد می آید. اونایی که اصلا از خانه خارج نمیشن مثل زنها، مگه اونها نمی میرند؟ از اونها هم تعداد زیادی می میرد. لذا الله می فرماید کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده موت هست. اما خداوند تشجیع می فرماید بر قتال و جهاد. اما اگر برید بجنگید اجرتون را کاملا میگیرید. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، جزی نیست که شما به صورت کمال دریافت میکنید اجر و پاداشتون را روز قیامت. اما چه کسی انسان موفقی است؟ فمن زحزح عن النار،
هر کسی که از آتش جهنم نجات یافت، زحزح یعنی دور کرده شد، و ادخل الجنه و داخل بهشت شد، در بهشت قرار داده شد، فقط فاز. اون انسان موفقی هست، انسان کامیاب و رستگاری هست. اما یه چیزی که همیشه مانع انسان است، مزاحم انسان است، نمیگذارد انسان در راه خدا مال صرف بکند، نمیگذارد انسان برای جهاد بره. اون زندگی دنیا زرق و برق دنیاست، شیرینی و لذت دنیاست. پروردگار میفرماید و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا نیست مگر کالای فریبنده، فریب میده انسان را. لذا شما فریب نخورید، فرامین خدا را به جا بیاورید. به خاطر دنیا و به خاطر خوشگذرانی در دنیا فرامین خدا را نادیده نگیرید. لتبلون فی اموالکم و انفسکم. اینجا خداوند میفرماید این امتحانات برای شما هست. امتحانات مالی و جانی. منظور از ابتلا چیه؟ عرض به خدمت شما که ابتلاء مالی و ابتلاء جانی. ابتلاء مالی چیه؟ خرج کردن. ابتلاء جانی به جهاد رفتن. ای لتختبرن فی اموالکم بالانفاق فی سبیل الله. برای شما مشکلات مالی میاد که در راه خدا چی میکنید؟ انفاق میکنید. و بما یقع فیها من الآفات فی انفسکم بالقتل والاسر والجرح. برای شما قتل میاد، برای شما اسارت میاد، مال شما از بین میره، ورشکست میشه، یعنی هر نوع خسارات و ضرر و زیانهای مالی و جانی میاد. لذا الله میفرماید لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. و حتما شما میشنوید از کسانی که کتاب داده شدند قبل از شما، یعنی از اهل کتاب، علمای اهل کتاب، ملاهای سوی اهل کتاب میشنوید. و همچنین من الذین اشرکوا، از مشرکان، اذً کثیرا، اذیت و آزار زیاد. لذا امتحان برای شما میاد. اما شما مؤمنین صبر کنید. همین امتحانی بود که اونها مسخره میکردن به انفاق، میگفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. این از همون اذى کثیره هست. این که شما را مسخره میکنند در راه خدا، مال میدید، جان تقدیم میکنی، شما را دیوانه میگویند، اینها همه بالاخره از همون قبیل هستند. خداوند میفرماید و ان تصبروا و تتقوا. این آیه را در این سوره برای سومین و چهارمین باره که اصول موفقیت صبر، تقوا، این دو چیز اگر باشد انسان پیروز میشه، پیروز هر میدان، پیروز هر امتحان. لذا این دو چیز را که خداوند بار بار تکرار میکند، اینها قابل توجه هستند. و این تصبروا، اگر شما استقامت کنید، صبر کنید، از خود شکیبایی نشان بدهید، و تتقوا، و در وجود شما تقوا و خدا ترسی باشد، فإن ذلك، همان این یعنی صبر و تقوا، من عزم الامور، از کارهای بسیار بزرگ هست. عزم به معنای چی هست؟ مصدر است به معنای معزوم، یعنی از کارهایی که بر اون کارها باید مصمم بود، یعنی از اون کارها هست، از اون مسائلی هست که باید به اینها تکیه داد، به اینها مصمم بود، به اینها اعتماد کرد. یعنی باید این دو ثروت را، سرمایه را، صبر و تقوا را پیشه گرفت. این هست چیزهایی که انسان را نجات میده و موفق میگردد. در آیات گذشته ضمن مبحث جهاد و انفاق سرزنش بود، زجر و توبیخ بود بر منافقینی که اصالتاً یهودی بودند و بعد از زجر و سرزنش اونها، سرزنش بود، توبیخ بود
برای یهود به خاطر بعضی از کفرگویی هایشان. در این آیه هم زجر سرزنش هست بر اهل کتاب، بر یهود، به خاطر اینکه از آنها که میثاق گرفته شده بود، پیمان گرفته شده بود. یکی از پیمانها، میثاقها زیاد بودند، یکی از پیمانها و یکی از میثاقها این بود که این کتاب که به شما داده شده، شما این کتاب را برای مردم بیان کنید، کتمان نکنید، مخفی کاری نکنید، واقعیت را به مردم بگویید. اما اونها نقض کردند، اونها پیمان را شکستند، واقعیت به مردم نگفتند. مثلا یکی از اون واقعیت ها مژده‌ای بود که در اون کتاب داده شده بود نسبت به آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعثت آن حضرت. اونها به مردم واقعیت را نگفتند، به یهودی های خودشون به اونها، برای اونها کتمان کردند حق را. الله تعالی در این آیه شریفه این کتمان را و این نقض را ذکر می فرماید. و بعد بدتر از این اینه که با وجود این کتمان، با وجود حق پوشی، انتظار دارن از اونها تعریف بشه. در مسیر باطلند، انتظار دارن مردم اونها را علمای حق بدانند. لذا الله تعالی می فرماید که اینها که حق نیستند هیچی، که اینها از عذاب نجات هم نمی یابند. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، زمانی که خداوند پیمان گرفتند، میثاق گرفتند از کسانی که کتاب داده شدند، مبنی بر چی؟ لتبیننه للناس ولا تکتمونه. این مفاد اون میثاق است، مفاد اون پیمان هست که حتما بیان کنید این کتاب را برای مردم، حقایقی که در این کتاب هست، واقعیت هایی که در این کتاب هست، این را بیان کنید. ولا تکتمونه، کتمان نکنید، آن را مخفی کاری نکنید، چیزی را از مردم نپوشید. اما اونها با این عهد و با این پیمانی که با خدا بسته بودن چه کار کردن؟ فنبذوه وراء ظهورهم، انداختند آن را پشت سرشان، یعنی نادیده گرفتند، تحویل نگرفتند این پیمان را. چرا؟ سبب این نقض عهد چی بود؟ واشتروا به ثمنا قلیلا، گرفتند در مقابل این پول اندکی، یعنی همون مغازه و درآمد قبلی خودشان را برقرار گذاشتند. پول گیرشون می آمد، ثروت گیرشون می آمد، گرچه اون پول و اون ثروت کم نبود، اون درآمد کم نبود، اما چون که در مقابل نعمتهای پروردگار، در مقابل بهشت، در مقابل اون چی که خداوند به بندگان خاصش در آخرت میده بسیار اندک است. لذا در هر جای قرآن کریم تعبیر میشه به ثمن قلیل، واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. بسیار بد از اون چیزی که خریداری کردند، اون چیزی که انتخاب کردند، متاع دنیا، درهم و دینار، این چیز بدی هست. و خداوند می فرماید لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. این افراد با این کتمانی که دارند، با این مخفی کاری هایی که دارند، اینها انتظار دارن از اونها تعریف بشه،
لذا شما فکر نکنید، نپندارید، گمان نکنید آنهایی را که یفرحون بما اتوا، اون چی که انجام دادند به اون خوشحالند. یعنی از عملکرد خودشون، از مخفیکاری خودشون، از حق پوشی خودشان خوشحال هستند. از این خوشحالند. یفرحون بما اتوا، اون چیزی که انجام دادند. اما و یحبون ان یحمدوا، از طرف دیگه دوست دارن که مورد حمد و ستایش بشن بما لم یفعلوا، اون کاری را که نکردند. مثلا در مسیر باطلند، با حق هیچ ارتباطی ندارن، ولی دوست دارن مردم اونها را بگویند علمای حق. در مسیر شیطان هستن، شیطانی هستن، دوست دارن مردم اونها را بگن علمای ربانی. یعنی اون کاری که نکردند، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرماید منظور از این آیه همین علماء یهود هستند. قال ابن عباس هم اليهود حرفوا التورات و فرحوا بذلك، تورات را تحریف کردند، دستکاری کردند، بعدا خوشحالم بودند. یفرحون بما اتوا، خوشحالم بودند. و احبوا ان یوصفوا بالدیانة والفضل، این بدینیه دیگه، این دین فروشیه. اما بعد از این دوست داشتند، تمنا داشتند، آرزو داشتند که مردم اونها را به دیانت و به فضل و به خوبی یاد کنند. ان یوصفوا بالدیانة والفضل، تفسیر ابو سعود میگه. لذا بیدینی میکنه، دوست داره مردم بگند که دیندار. در مسیر شیطان است و شیطانیه، دوست داره مردم بهش بگن ربانی. در مسیر باطل مردم دوست داره مردم بهش میگن حق و عالم حق. لذا الله تعالی می فرماید اینها را فکر نکنید. فلا تحسبن الذين، مفعول اول الذين یفرحون ذکر شد، اما مفعول دوم ذکر نشد، دوباره اعاده می فرماید، اعاده لبعد العهد. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، شما اینها را گمان نکن، فکر نکن که از عذاب رهایی میابند، نجات میابند. نه، اینها باید به عذاب گرفتار بشند. ولهم عذاب علیم، برای اینها عذاب دردناک است. اینهایی که کتمان میکنند، حق پوشی میکنند، علائمی که درباره رسول الله صلی الله علیه وسلم در تورات است، این علائم را مخفی میکنند، بعدا خوشحال است این کاری را که دارن میکنند و بعد دوست داره مردم از اونها تعریف و تمجید کنند. کاری که نکردی چطور مردم ازت تعریف کنند؟ لذا الله می فرماید ولهم عذاب علیم ولله ملک السماوات والارض. بعد از این زجر و سرزنش بر یهود، مجدد اعاده مبحث توحید میاد و دلائل توحید. دلیل عقلی فقط و فقط برای الله است. پادشاهی آسمان و زمین او هست که حکم میراند، او هست که مدیر هست، مدبر هست، متصرف هست، گرداننده تمام امور هست. والله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قادر است. حالا اینکه الله تعالی حکم میراند و پادشاه مطلق او هست، نمونه از پادشاهیش، نمونه از آثار قدرتش. ان فی خلق السماوات والارض، همانا در پیدایش آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، و درباره اختلاف شب و روز. اینا توضیح داده شده که الله تعالی چه نظام بسیار با عظمتی را پیدا کرده. خلق آسمان ها و زمین، یکی پیدایش آسمان ها و زمین است، یکی نگهداری آسمان ها و زمین است. خداوند عزوجل یک سیستمی ایجاد کرده در این آسمان و زمین که ما
به بخشی از اون، ما انسان ها به بخشی از اون پی بردیم. هنوز علم ما کامل نیست. هر روزی که انسان بیشتر کشف می کند، به پیش میره از نظر اکتشاف، نکات جدید انسان بیشتر پی میبره به این عظمت. حالا یک قانون جذب هست در همه اینها، یه جذب و کششی وجود دارد در تمام این سیاره ها، ستاره ها، زمین، که این جذب و این کشش یا اینکه این عرض کنم انرژی که الله عزوجل داده، این فاصله این سیارات را از هم دیگه نگه داشته. زمین با یک فاصله خاصی از ماه هست، ماه از خورشید و خورشید از بقیه ستاره ها. اینا که حجمشون بالا و پایین، کوچک و بزرگ هستند، هر یکی چند صد برابر و چند هزار برابر و چند میلیون برابر اون دیگری، اینها به جای خود، ولی نظامی در اینها است که اینها همین فاصله را رعایت میکنن و هر یکی را الله عزوجل در یک مداری قرار داده. اون جذب باعث میشه که از اون مدار خودش خارج نشه، در همون مسیر خودش باقی بماند. لذا این سبب بقای این هست، سبب ادامه این نظام هست، ادامه نظام دنیا، نظام شمسی، نظام فلکی. و هر یکی از اینها عرض کردم خواصی دارد. اون خواصی که او دارد، اون خواص باعث نگهداری او شده، اون خواصش باعث فاصله بین اینها شده. اینها مثل آهنربا هستند که آهنربا را وقتی که در جانب منفی قرار بدی به همدیگه نمیچسبن، از همدیگه فاصله خاصی را چی؟ رعایت میکنند. وقتی که بخوای ببری این فاصله نزدیکتر بکنه، اون یکی دورتر میشه، نمیذاره، بالاخره به همدیگه بچسبند. اگر این حالت جذبشون نباشد، این حالت قوت دفاعی که از خود دارن دیگری را دفع میکنن نباشه، بالاخره نظام به هم میخورد. اینها به هم دیگه برخورد میکنند، متلاشی میشوند، تمام دنیا عالم خراب میشه. لذا اشاره به اینها هم هست. خلق آسمان ها و زمین از هر جهت، اختلاف شب و روز که دو تا تفسیر هست قبلا توضیح داده شده، همه اینها دلائل هستند، در اینها آیات هست. اما کی میفهمد؟ عاقل میفهمد، کسانی که عقلمندن، کسانی که فکر میکنند، کسانی که در بحرش وارد میشن و مطالعه میکنند. از اینجا معلوم میشه که خداوند عزوجل از بندگانش انتظار تفکر دارد، انتظار تفحص دارد، انتظار بررسی کردن، مطالعه کردن دارد. این یکی از وظایف ما هست که درباره این نظام فلکی، نظام شمسی، درباره اینها بیشتر فکر بکنیم، بیشتر مطالعه بکنیم، بیشتر تحقیق بکنیم و به نتایج مطلوب تری برسیم، بیشتر به این قدرت بزرگ پروردگار برسیم، پی ببریم. و عرض کردم از سالهای سال است، از هزاران سال است بشر داره تحقیق میکنه، هر سال تحقیقاتش جدید، هر سال اکتشافات جدیدی که دارد بیشتر به این عظمت پی میبرد، بیشتر به اون چیزی که قرآن گفته متوجه میشود. لآیات، یک نشانی نه، دو تا نشانی نه، نشانات و دلائل بیشماری هست. اما برای کسانی که عقل سلیم داشته باشند، نگاه سطحی داشته نباشند. لذا این اولی الالباب کیا هستند؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، آنهایی که الله را یاد می کنند، با زبان و با دل یاد می کنند، هم در دل هم با زبان، در هر حال یاد می کنند. یذکرون الله قیاما، ایستاده یاد می کنند، و قعودا، نشسته، و علی جنوبهم، و بر پهلو. ذکر عبادتی هست
که محدودیت و شرایط نداره، نه شرایط طهارت و پاکی داره، نه شرایط استقبال قبله داره، نه شرایط قیام و قعود داره، به هر حالی درسته، ایستاده، نشسته، غلطیده، در حالت راه رفتن، در حالت سوار شدن، به هر صورت احوال مختلفی را الله ذکر فرموده، تعمیم هست در همه احوال. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و فکر میکنند، می اندیشند در پیدایش آسمان ها و زمین، پیدایش آسمان ها و زمین، منافع آسمان ها و زمین، خواص آسمان ها و زمین، اون چی که در آسمان ها و زمین است. فکر کردن با مطالعه میشه، فکر کردن با دنبال کردن میشه. لذا هر مسلمان وظیفه دارد اینا را پیگیری بکند، دنبال بکند، و وقتی که انسان دنبال میکند به عظمت پی میبرد، به اشیایی که قبلا نمیدانسته میرسد، بی اختیار از زبانش خارج میشه ربنا ما خلقت هذا باطلا. این نتیجه تفکر است. بار الها تو پیدا نکردی اینها را بیهوده. در روایت هست که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هر وقتی که برای نماز تهجد بیدار می شدند از این آیه ان فی خلق السماوات تا آخر می خواندند، قبل از اینکه حتی وضو بگیرند، طهارت حاصل بکنند می خواندند، بعدم بلند می شدند طهارت می گرفتند. لذا انسان به محض اینکه بلند میشه به عظمت خدا، به قدرت خدا فکر بکنه، اقرار بکنه ربنا ما خلقت هذا باطلا، بار الها اینها را باطل نیافریدی، سبحانک تو پاکی، فقنا عذاب النار. پس ما را به برکت توحید و به دلیل توحید، چون انسان با فکر کردن به توحید خدا میرسد، به این نتیجه میرسد که خالق فقط او هست، ذات عظیم با عظمت فقط او هست. وقتی که به این نتیجه برسد این خودش فتح قله‌ای هست. لذا الله تعالی از الله نجات بخواهد، نجات از عذاب، فقنا عذاب النار. و عرض دوم این عرض اول هست ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. بار اله همانا هر کسی را که داخل آتش بکنی او را رسوا کردی، او را بدبخت کردی. و ما للظالمین من انصار، نفی شفاعت وجاهت و غالب هست، نیست برای چنین ظالمانی که وارد جهنم میشن هیچ یاوری نیست. اذا اینگونه مناجات کند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. این همون توسلی است که قبلا ذکر کرده بودم، توسل به ایمان. بار الها همانا ما شنیدیم منادی را که ینادی للایمان، ندا می کرد برای ایمان، مردم را می گفت به توحید خدا، به یگانگی خدا ایمان بیاورید. ان آمنوا بربکم، ندا می کرد که ایمان بیاورید به ربتان. فآمنا، پس ما هم ایمان آوردیم. خدایا الان به توحید تو، به خالقیت تو، به عظمت تو ایمان داریم. لذا به برکت این ایمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بار الها ببخش برای ما گناهان ما را، و کفر عنا سیئاتنا، و کفاره بفرما از ما سیئات ما را، بدیهای ما را. و توفنا مع الابرار، خاتمه ما را با ایمان بگردان، ما را بمیران، فوت بده، وفات بده همراه با نیکان، یعنی حشر ما با اونها باشد. ربنا و آتنا ما وعدتنا، دعای دیگر عرض پنجم هست. بار الها به ما بده اون چی که وعده کردی با ما بر رسولت. به پیامبران گفتی کسانی که در مسیر ایمان باشند، توحید باشند، یکتا پرستی باشند، به اونها را مغفرت میکنی، به اونها بهشت میدی، نعمت میدی، رضوان میدی،
اون چی که وعده کردی با رسولت به ما عطا بفرما ولا تخزنا یوم القیامه، روز قیامت ما را شرمسار و رسوا نگردان. انک لا تخلف المیعاد، تو وعده فرمودی و ذات تو خلف وعده هم نمی کند. لذا الله می فرماید این یک مرحله بود، اول ذکر، بعدن فکر، بعدن نتیجه فکری مناجات. بندگانی که این مراحل را طی میکنه خدا دعایشون را قبول میکنه. فاستجاب لهم ربهم، اجابت فرمود برای آنها ربشان. علت اجابت چیه؟ خدا نگاه نمیکنه سیاه سفید، مرد زن، عرب عجم. انی، این علت است. علت اجابت انی لا اضیع عمل عامل منکم، من ضایع نمی کنم عمل هیچ عمل کننده ای را از شما. من ذکر او انثی، چه مرد باشه چه زن. این مساوات هست، این قانون مساوات پروردگار است. در قانون پروردگار بین زن و مرد تفاوتی نیست، مساوات کامل هست. چرا مساوات هست؟ بعضکم من بعض، شما از همدیگه هستید، شما دو تا جنس متفاوت نیستید. ببینید قبل از اسلام تنها در میان عربهای جاهل این تفاوت نبود، تفاوت و فاصله طبقاتی بین مرد و زن، که مرد را اکرمترین و اشرفترین می دانستند و زن را پسترین و پایینترین و یک وسیله برای استفاده. تنها عرب ها نبودند، بسیاری از فیلسوف ها، افراد باسواد، اهل منطق و فلسفه، اهل سواد و دانش، اونایی که به گمان خودشون حرف اول را می زدند، در محافل علمی اونها بحث بود که زن چه موجودی هست. در اون فلسفه های قدیم دیده میشه که اونها به این نتیجه رسیده بودن که زن موجودی هست از حیوان بالاتر است. جایگاه زن از حیوان بالاتر است، اشرفتر است، اما اون را با مرد یکی نمیدونستند. با توجه به خصوصیاتی که دارد، ویژگی هایی که دارد و الله عزوجل طبائعی که در زن گذاشته، لذا زن را بسیار از مرد پایینتر و بلا نسبت پستر می دانستند، ولی می گفتند از حیوان بهتر است، از حیوان برتر است. پس زن نه تنها از نظر جهلا و افراد بی سواد بی ارزش بود، حتی از نظر کسانی که اون زمان ادعا داشتند و حرف اول را می زدند هم ارزشی نداشت، هم جایگاهی نداشت. اسلام آمد به زن این جایگاه را داد. اسلام قانون مساوات را اعلام فرمود و فرمود که انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، هیچ فرقی نمی کنه، هر کسی عمل بکند اجر خودش را کامل میگیرد، چه مرد باشه چه زن. مرد هیچ برتری ندارد. چرا این مساوات است؟ چون بعضکم من بعض، مرد از زن پیدا شده، زن از مرد پیدا شده، اینا هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارند. پس این دلیل مساوات است. الله می فرماید فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، آنهایی که هجرت کردند. حالا در وسط مضمون جهاد بود، مضمون توحید بود، مجدد مضمون جهاد بعد از توحید و بعد از عمل. پس آنهایی که هجرت کردند و از دیارشان اخراج شدند و اوذوا فی سبیلی، و در راه من ایذا دیدند، شکنجه شدند، و قاتلوا و جنگیدند و قتلوا شهید شدند، لأکفرن عنهم سیئاتهم، حتما من کفاره میگردانم از اونها سیئاتشان را، یعنی جزای سیئات را محو میکنم و جزای بدیها را از بین میبرم،
پاکشون میکنم، ولا ادخلنهم جنات تجری، و حتما داخل میگردانم اونها را در جناتی که جاری است از زیر درختهایش نهرها، ثوابا من عند الله. این عطایی است از جانب الله، والله عنده حسن الثواب. الله ذاتی است که پیش او و نزد او بهترین عطا هست، بهترین اجر و پاداش است. لذا انسان هایی که اینگونه ذکر میکنند، فکر میکنند، عمل میکنند، برای اونها بهترین اجر و پاداش است. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. حالا این بحث اهل ایمان بود، اهل توحید بود، اهل ذکر و فکر بود، اهل عمل بود که این جایگاه را بیان شد. اما اون گروه دیگری که اهل کفرند، اهل شرکند، اونها چرا وضعشون در دنیا خوب است؟ این اشکالی که قبلا هم ما خواندیم همیشه مطرح میشه. الله تعالی میفرماید لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. شما را فریب ندهد، هرگز فریب ندهد گشت و گذار اونهایی که کفر کردند. گشت و گذار یعنی سفرهای تجاری اونها، از این شهر به اون شهر برو، از اون شهر به اون شهر برو، امکانات دستشه، ثروت دستشه، سرمایه دستشه، تجارت به دست او هست. این چطور کافری هست که مورد خشم خداست، همه چیز داره؟ الله می فرماید این سفرهای تجاری اونها در بلاد، این شما رو فریب نده، این دلیل مقبولیتش نیست. این دلیل اینکه خدا از او راضی هست، راهش حق نیست، بلکه متاع قلیل، بهره‌گیری بسیار اندکی در اختیاری او است، بسیار روزهای کمی در بهره میگیره، استفاده میکنه در همین دنیا. اصل این دنیا نیست که شما در این دنیا نگاه میکنید. مسائل این دنیا، راحت این دنیا دلیل نجات نیست، دلیل مقبولیت انسان نیست. این چند روزی بهره میگیرد از کالای این دنیا، ثم مأواهم جهنم، سپس جایگاه اینها جهنم هست و بئس المهاد. این جهنم جای استراحت بسیار بدی هست، گهواره بدی هست، محل راحت بدی هست، یعنی راحت اونجا نیست. پس این که کسانی در دنیا وضعشون توپه، زرق و برق دنیا را دارند، این دلیل مقبولیت نیست. مقبولیت در چی هست؟ لكن الذين اتقوا ربهم، این بشارت است. اما آنهایی که می ترسند از ربشان، می ترسند، شرک نمی کنند، کفر نمی کنند، معصیت نمی کنند، لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای اونها جناتی که جاری است از زیر درختهایش نهرها، خالدین فیها، همیشه در اون جنات هست، نزلا من عند الله، این مهمانی و پذیرایی است از جانب الله، و ما عند الله خیر للابرار، اون چیزی که نزد الله است بهتر است برای نیکان از حظوظ دنیا، از متاع چند روزه دنیا. از این متاع چند روزه دنیا و حظوظ دنیا، اون چی که خدا برای ابرارش ذخیره کرده به مراتب بهتره. و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله. حالا در گذشته نقد اهل کتاب بود، سرزنش بر اهل کتاب بود، توبیخ اونها، عهد شکنی، کتمان، حق پوشی، ضلالت. اما همه مثل هم نیستند. بعضی از همین علماء اهل کتاب هستند که در مسیر حقند، حق گو هستند، واقعیت را به مردم هم میگن. و ان من اهل الكتاب، همانا بعضی از اهل کتاب هستند لمن یؤمن بالله، البته اونایی که ایمان به خدا دارند، و ما انزل الیکم، ایمان به قرآن دارند، اون چی که نازل شده به سوی شما، و ما انزل الیهم، و ایمان به کتابهای خودشون دارند به سوی خود آنها، تورات، انجیل، این ایمانشون هست.
و کیفیت ایمان خاشعین لله، این ایمان اثرگذار بوده در میان اونها که در اونها خشوع و فروتنی پیدا کرده، در حالی که فروتنی میکنن در مقابل الله، برای الله. یعنی هر چی خدا میگه به سر و چشم قبول میکنند، سرپیچی نمی کنند. و خصوصیت و ویژگی سومشون اینه که یا بگیم این کیفیت دوم ایمان است. مثل اون بقیه اهل کتاب اهل معامله نیستند، معامله گر نیستند که ایمان را بفروشند، حق را بفروشند، کتمان بکنن، پول اندکی دریافت کنن. لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، خریداری نمی کنن در مقابل آیات الهی پول اندکی. این اهل کتاب اولئک لهم اجرهم عند ربهم، این افراد برایشان هست اجرشان نزد پروردگار، نزد پروردگار اینها پاداش بزرگ دارند. ان الله سریع الحساب، خداوند زود حساب میگیرد و هر یکی را به اون جزای عملی که انجام داده، اون چیزی که لایقش هست میرساند. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. در پایان الله عزوجل به 4 چیز توصیه میکند که این 4 چیز خلاصه کل سوره است. در سوره ما چی خواندیم؟ مباحث عمده در سوره توحید بود، رسالت بود، جهاد بود، انفاق بود. این 4 موضوع بود. لذا الله میفرماید ای مؤمنین اصبروا، استقامت کنید، صبر کنید، صبر کنید. تمام صورت های صبر را شامل میشه. صبر بر طاعات بهترین نوع صبر، و صبر بر ترک معصیت، از معاصی، از کفر، از شرک، از نفاق، از گناهان فاصله بگیرید و استقامت کنید بر همین. و همچنین صبر بر طاعات، عبادت ها را تا آخر انجام بدید. فقط در ماه رمضان، در ماه محرم، در ماه حج نه، همیشه. و همچنین صبر بر مصیبت، مشکلی که پیش میاد هم از طرف خدا بدانی. پس همه انواع صبر. اصبروا و صابروا، در مقابل دشمن و اذیت و آزار دشمن استقامت کنید. اون اولی میشه گفت که توحید و رسالت هست، صابرو جهاد و انفاق است. در مقابل دشمن استقامت کنید، منفعل نشید، متأثر نشید، عقب نشینی نکنید، جا خالی ندید. صابر و استقامت کنید. و رابطو، و آمادگی کنید. اصل مرابط میگوین کسانی را که از مرزها و از حدود اسلامی حفاظت میکند. خب اون کسی که از مرزها و از حدود اسلامی حفاظت میکند او همیشه در حال آمادگی هست. پس اینجا به معنی آمادگی میکنیم، آمادگی بکنی برای مقابله با دشمن، هم استقامت و هم آمادگی. اما توصیه 4 که کامل و جامع هست، واتقوا الله، در همه اینها از خدا پروا داشته باشید، از الله بترسید. این نسخه عمل بر همه اینها هست. وقتی تقوا باشد انسان، هم صبر آسانه، هم استقامت آسانه، هم آمادگی آسانه. لعلکم تفلحون، این نتیجه است، یقینا شما رستگار میشید، کامیاب میشید. در این سوره علاوه از این که شبهاتی در ارتباط با توحید و رسالت بود از سوی مسیحیان و اشکالاتی که اونها مطرح میکردن، اونها جواب داده شد. 4 موضوع مهم بود، هم توحید بود، هم رسالت رسول الله بود که اشکالات اونها جواب داده شد، و بعد از اون جهاد و انفاق.